ایشون رو مثلا با اینکه از نزدیکان عبدالبها بوده و یار نزدیکی بوده، آدم رده با ایشون رو طرد میکنه، فک و فامیل رو طرد میکنه، خیلی رو میندازه بیرون. و همونطور که حالا احتمالاً شنیدین مثلا جناب عبدالبها گفته بود که جانشین شوقی هم یه شخص دیگه ایه، اون شخص رو هم طرد میکنه، یعنی حتی کسی قرار جانشینش باشه اون رو هم طرد میکنه. و حالا جناب حفادی بودن، این صحبت باشون مطرح شده بود قبلا، دوستانی که بودن میدونن که جناب شوقی حالا برخلاف منطق بهاییت کلا وصیت نمیکنه و کلا جانشین تعیین نمیکنه و فوت میکنه. و این حالا روند بهاییت دچار اختلالاتی میشه که بعداً کار ندارم چجوری ادامه کار حل و فصلش میکنن، چون حل نمیشه عملاً. خیلی‌ها میگن نه اصلا شوقی معتبر نبوده، میان بیرون شاخه‌هایی میسازن و غیره. ولی این این دروغی که اول گفته شد و این خشونتی که در ادامش بود رسما انجام شد و جزء مطالبیه که خیلی هم سادهش در نمیارن. یعنی شما اینجا نمیریم مثلا خیلی روک بگین که بله عبدالبها گفتش شوقی و شوقی شد جانشین. این چیزی که بهتون میگن، نمیگن که کلا این وصیت نامه از اول جعلی بود و قضیه داشت و مثلا 1944 مثلا ترجمهش منتشر شده، مثلا اونه که یه مقدار به طور جدی به عنوان رفرنس در دسترسه. مثلا 1921 عبدالبها فوت کرده، 44 مثلا یه جا تو نیویورک منتشر شد. حالا این جالبه، مثلا یه نفر تو اسرائیل فعلی مرده، مثلا وصیت‌نامه‌اش تو آمریکا تو نیویورک چاپ میشه، مثلا یه تا این دست نویسش هم چاپ نمیشه تازه، اون در اساس نیست. و به خاطر همین و اینکه حالا اعتراض منطقی در موردش میشه، طرد میکنن، میندازن بیرون، قطع ارتباط میکنن حتی با خانواده نزدیک حالتون. و این چیزی که بقیه خیلی صداش در نمیارن و به عنوان حالا چون تو این رو مطرح شد در خیلی از موارد ممکنه حتی پنهانش هم بکنن. خواستم مطلب رو خدمت دوستان ارائه داده باشم. شنونده هستم. متشکرم. خیلی ممنونم جناب سینا از توضیحاتی که فرمودید. خب حالا اگر بقیه دوستان در ادامه مسیر نکته‌ای دارن مایک بزنن، ما در خدمتتون هستیم. جناب امیرحسن. جناب امیرحسن آقا تمام من دارید؟ البته من یه لحظه از شما شکوی متوجه نیست، یادم رفت کسی قبل از شما مایک زد یا نزد. حالا اگه کسی اینجا یادشه به من تذکر بده. ولی جناب امیرحسن بفرمایید. بفرمایید شما. آقا ببینید یه نکته که وجود داره اینه که خدمت شما عرض کنم یه چیزی من جا انداختم حقیقتا یادم اومد. این کتاب تنبیه النادمین هم شما نگاه کنید بد نیست، حالا هم دانلودش میشه پی دی اف هست تو سایت‌های مختلف و صفحه 15 و 16 حالا صفحات مختلف. ببینید اصلا خیلی جالبه. حالا من کاری ندارم اصلا، من نمیخوام وارد بحث بشم که طرف به چه دلیلی اصلا ایمان نیاورده، اصلا کاری به این ندارم. خب اگه مثلا ادعاست یا حرف یا به اصطلاح بحث عملی، خب آدم عمل کنه. الان خب تو بحث وحدت عالم انسانی که هست، خب وقتی ایشون وحدت عالم انسانی رو میگه پس عملا خیلی نکته مهمیه دیگه. یعنی مثلا حالا خود طرف جناب الله وقتی وحدت عالم انسانی رو مطرح کنه، اون وقت میشه با خواهرش حتی با برادرش به مشکل بخوره. این یه خورده به نظر من عجیبه. یعنی فرض داریم هم که طرف مثلا حالا خدمت شما اسم طرف مثلا مسیحی باشه، اصلا خارج از دین بهایی تو انتخاب هر دینی باشه، خب طرف بعد وحدت عالم انسانی باشه حداقل سر رحم رو قطع نکنه. ولی خب بله تو مسائل اعتقادی رو هم دیگه حساب نکنه. این به نظرم تنبیه النادمین هم شما مطالعه بفرمایید ممنون میشم. آقا من دیگه در خدمت. من فقط خیلی ممنونم. فقط منظورم از شما کی بود؟ نفهمیدم باشید آقا میشه. شما منظورتون من چشم می‌کنم. خیلی خب دقیقه داره این خواهش منظور می‌کنم. خود عزیزان این رو من توی این عزیزان دقت داشته باشن، توی این تنبیه النائمین در واقع پاسخیه که خانم عزیه خانم خواهر بهاءالله به لوحی که موسوم به لوح عمه است تو مکاتیب آقای عبدالبها هم چاپ شده شون پاسخ داد. بعد آقای عبدالبها اون اشکال درست حسابی اینه که آقای عبدالبها اونجا میاد و مطرح میکنه و ایراد میگیره به صبح ازر خطاب به خواهر، به خطاب به عمش که اینم اصطلاحا میشه موسوم میشه به لوح عمه. بعد اونجا تو لوح عمه ایشون به صراحت میگه کسی که توان تربیت نزدیکترین افراد رو نسبت به خودش که بستگانشن، یعنی مثلا بچهای خودشن، کسی که مدعی تربیت آفاق ناتوان از تربیت نزدیکترین نزدیکانش، او اصلا واجد مقام تربیت و اینکه این عنوان رو بر عهده بگیره نیست، یعنی نمیتونه رهبر بشه و در واقع ادعای رهبری بکنه. تو اول برو بچه‌تو اگر تونستی تربیت بکنی. و من اینو یه حدود 23 4 جلسه راجع به این من صحبت کردم و عزیزان میتونن برن و ببینن که با همین استدلال بله ببینید اون لوح عمه در واقع محور نقدش اینه، عزیزان یاد بگیرن، محور نقدش این جمله آقای عبدالبها است که خطاب به برادرش میگه کسی که نمیتونه نزدیکان خودش رو در واقع هدایت بکنه و تربیت بکنه نمیتونه واجد مقام تربیت برای آفاق اهل آفاق باشه. به همون استدلال شما آقای بهاءالله رو کلا میبرید رو در واقع اریکه نقد، میگید عبدالبها گفته آقا کسی که نمیتونه نزدیکانش رو در واقع هدایت کنه او واجد مقام تربیت نیست، چه برسه به مقام پیغمبری و مظهریت و فلان و چون کف این داستان در واقع در مقام تربیته. لذا با همین استدلال خود آقای عبدالبها در واقع باید بنشینه در اریکه نقد
یعنی شما عمتو نتونستی در واقع تربیت کنی، شد مخالفت. آقای شوقی در واقع واجد این مقام نمیتونه باشه به جهت اینه که دو تا برادر و دو تا خواهر و پدر و مادر و تمام خاندانشو طرد کرد، نتونست. آقای بهاءالله برادرهاش رو نتونست. این شاه کلید این لوح عمه است و سخن در واقع عبدالبقاست. اینو عزیزان یادشون نره، یعنی اون شاه کلید نقد روی این سواره، نه اینکه حالا عمهشون حالا جواب دادن ندادن فلان اینا حاشیه است. اون شاه کلید این تیکه لوح عمه است. ببخشید برای اینکه عزیزان یه مقدار در واقع تجزیه ذائقه بشه، من گاگوداری میام وسط صحبت عزیزان. آقای ارشاد جانم ببخشید من این سوال میشه بپرسم؟ بفرمایید. من چیزی که حالا خاطرم بودش، حالا اول اینو بپرسم، این گفته عبدالبها برای کیه؟ نسبت به صبح ازل میگه که صبح مثلا ازل و خطاب به عمه نسبت به اینی که صبح ازل حقانیت نداره به خاطر اینکه نتونسته بچه‌شو تربیت کنه. بله. بعد من شنیده بودم که اگر اشتباه نکنم این 2 بار نامه نگاری شده، یعنی یه بار عمه فکر کنم یه ایرادات، این چند بار نامه نگاری بوده اینو حالا چون یه نه چیزی ببینید، عمه ایشون در واقع یه متنی رو می‌نویسه، خب به دلیل اینکه سطح سوادش رو نمیدونم دقت کردید، بعد این رو در واقع طبیب الحکم، یه بنده خدایی که طبیب دربار بوده و ازلی بوده، اون میاد این رو در واقع بازنویسی میکنه و 3 نفر از بزرگان ازلی ها میان و این کتاب رو در واقع پروپیمونش میکنه. یعنی هسته مرکزی مال ازی خانومه، ولی کتاب بازنویسی میشه توسط یه فردی که نهانزیست بوده در دربار ناصرالدین شاه و توسط 3 تا ازلی که دیگه اینا معلوم بوده ازلیان، در واقع این پروبال داده میشه و متنش مال ازلیاست. ولی خب نکته که قطعیه اینه که عمه خانوم بر نمیگرده بر مبنای لوح عمی آقای عبدالبها، اون مهمه. حالا و این کتاب هم مورد تایید در واقع ازی خانوم بوده، حالا خودش نوشته، 3 تا دیگه نوشتن، حالا اونا بحثای دیگه است، ولی ایشون اعتراض به این کتاب نکرده و کتاب به اسم ایشون اومده بیرون، اونش مهم نیست. ولی اونی که قطعیه اینه که در واقع بازنویسی شده و پروپیمون شده. آقا مثل که خیلی این اتاق در واقع نظر کرده است، یعنی هر جلسه که آقای اسکپتیک میاد اینجا در واقع ظاهرا این اتاق نظر کرده است، خود این یه در واقع کردیت برای این اتاق و اینا. حالا من راجع به بحث جهاد آقا یه ایشون موقعی کردیت فرصت بود، نیستن واسه ما آقای نه ارشاد، مثل به خاطر طرفدارای حضور خودش، نه ایشون ما برای رو من. اذیت میکنه واقعا. بله نظریمو کردن کسی خوشحال میشیم ما و دوستان عزیزانی که محبت دارن به بنده حقیر و سایرین با ادب برخورد میکنن، بنده رو آدم حساب میکنن، متشکرم. ولی ایشون فوشایی که بعد از سلام علیه خودم شنیدم فکر میکنم که شأن گفتگو نیست. من عذرخواهی میکنم ببخشید. نه من برای مزاح گفتم که ایشون گیر داده اینجا بیاد حرف بزنه، من موندم که اینجا چی داره که ایشون دوست داره بیاد اینجا حرف بزنه. حالا یه بحثیه راجع به دروغ بودن در واقع نسخ جهاد که حالا فرصت شد من با سند اینو اون برنامه رو من ضبط می‌کنم. اگر عزیزان فرصت شد توی موقعیتی به من بفرمایید که من اسناد مربوط به اینه که دروغه آقای بهاءالله در واقع جهادی که باب مطرح کرده اصلا نسخ نکرده، دروغه و حکمش هم هست، حالا میگم خدمتتون. آقا ممنون از شما لطف کردید. خب خیلی ممنونم، دست هم دیگر نکنه. خب اگه کسی نکته‌ای داره ما در خدمت. من عرضی دارم ولی آقا مشتاق فکر می‌کنم تو کامنت نوشتن نکته رو می‌خوام بگم در مورد بهاءالله. بله بفهمید، حتما جناب آقا مشتاق بفهمید. با بنده هستیم. بله ببخشید مثلا حواسم به چت بود، خیلی عذر میخوام شرمنده. فقط امیدوارم که مثل مرتبه قبل برآشفته نشن جناب ارشاد. من میخواستم از چند تا مطلبی که در، اگر اشتباه نکنم، کتاب مفاوضات، اگر اشتباه نکنم رو بنده اصلاح بفرمایید اگر که اشتباه این کتاب رو نام میبرم، مفاوضات. بله ایشون جناب عبدالبها، حضرت عبدالبها در صفحه 14 اومدن و نظری رو راجع به پیامبر اسلام دادن و ایشون فرمودن که غزوات حضرت محمد جمیعا حرکات دفاعی بود. من چند تا از این مطالب میخوام بخونم و فکر میکنم اون جنبه پنهانی که از خشونت داریم در میزنیم اینها برای عزیزان قابل فهم میشه یا به نوعی برجسته میشه و ما میتونیم با اینها بهتر آشنا باشیم. در جای دیگه در همون کتاب صفحه 16 ایشون فرمودن که حضرت محمد قبایل عرب را از خلق و خوی خونخواری خلاص کرد. خب این توی تاریخ برای هیچ کس پوشیده نیست که دور و بر 30-40 قبیله اونجا زندگی میکردن، 360 تا بت داشتن، یه دونه جنگ عرض کنم دینی با هم نداشتن، به صورت صلح‌آمیز کنار هم زندگی میکردن و حالا بعدها چه شد من کاری با اون ندارم. در جای دیگه در همون صفحه 16 جناب عبدالبها فرمودن که حضرت محمد از جان و مال و ناموس یهود و نصاری حمایت کرد و با ایشان بسیار رعایت کرد و کمال حریت یا همون آزادی را به ایشان داد. خب عزیزان بهتر از من میدونن این ماجرا رو. حتی حضرت لشکرکشی کردن دور و بر 300 کیلومتر آن طرفتر از مدینه، چند منزلی مدینه، یعنی میشه گفت نمیدونم چند فرسنگی رفتن، حتی این آزادی رو به اینها در اون قلعه خیبر دادن و این حریت رو به یهود و نصارا به نوعی عرض کنم که عرضه کردن. و
در جای دیگه در همون صفحه 16 ایشون فرمودند که حضرت عبدالبها مجددا فرمودند که مسلمانان جزیه گرفتن مسلمانان از اهل کتاب عادلانه است. من خواستم این چند تا مورد رو اشاره کنم و اگر که امروزه شما خشونتی در این فرقه، در این آیین، در این امت شاهد هستین، فکر می‌کنم برخی از اینها برگرفته از همین موارد باشه که به صراحت جناب عبدالبها اومدن و تایید کردن و این چیزایی که امروزه خلاف ارزش هست، خلاف اصول انسانی هست و نمیدونم حالا آره ببخشید، امیدوارم که خارج از تاپیک صحبت نکرده باشم. مرسی، متشکرم، ممنون از وقتتون. جناب مهدی هستی؟ ببخشید من مشکلی برام پیش اومد، اینترنتم قطع شد، دوباره برگشتم. نمیدونم اتفاقات رو اگر جناب مجتبی کجا هستیم. من یه عرضی داشتم برای هم آقای حامی رو استیج هستن، بنده هم عرضی داشتم اگر که سلام بدین، چون حالا میگم نبودین آقای حامی رو بشنویم بعد بنده در خدمتتون. بله حتما. آقا خیلی خوش آمدید، خیلی خوشحالم که امشب در خدمتتون هستیم. بله، سلام و شب بخیر دارم به همه عزیزان، استاد مجتبی، استاد ارشاد، بقیه عزیزان که هستن. ممنونم از برنامه خوبتون. توی هفته‌های گذشته استفاده کردم از این برنامه خوب و امیدوارم که مسیر خوب و قشنگی رو انتخاب کردیم، این مسیر رو با قدرت هرچه تمام‌تر ادامه بدیم. من یه نکته‌ای رو می‌خواستم، البته با اجازه از آقای استاد ارشاد، یه مطلبی ایشون گذاشته بودن توی کانالشون، برام خیلی جالب بود، دیدم که دل شما همخونی داره، گفتم اگه اجازه بدید این مطلب رو عرض بکنم. سعی می‌کنم که زیاد وقت عزیزان خودم رو نگیرم، ولی خب مطلب خیلی گسترده‌تریه، من سعی می‌کنم خیلی خلاصه‌اش عرض بکنم. این مطلبی که استاد ارشاد گذاشته بودن توی کانالشون راجع به کتابی هستش به نام کتاب Mother of All Evil، یعنی ام الفساد، حالا یا بخوام عربیش میشه ام الفساد. این کتابو جالب بدونید خانم زهره داوودی که دختر علی مراد داوودی هستش که استاد فلسفه دانشگاه تهران بوده. بهتره بدونید که ایشون منشی محفل ملی بهاییان بوده و کتابایی که نوشته کتابای سورس واسه بهاییان، کتاب مظهریت رو نوشته، انسان در آیین بهایی رو نوشته، کتاب الوهیت رو نوشته که بارها و بارها من تو همین روم‌های بهاییان، عزیزان بهایی، دیدم که تو مسئله الوهیت که گیر میکنن ارجاع میدن به کتاب الوهیت جناب داوودی. آقای ایمان مطلق تو خیلی از موارد یعنی میگفتن مسئله ما، الوهیت ما همونیه که داوودی گفته، یعنی به نوعی ایشون اومده الوهیت بهایی رو پیاده کرده و مطالبی که واسه خیلی از خود بهایی‌ها گنگ بوده، این چون ایشون استاد فلسفه بوده تونسته پیاده بکنه. میخوام بگم آدمیه که آدمی کمی نیستش این آقای داوودی و مورد تایید بهایی‌ها هستش. خانم زهره داوودی تو این کتاب میگه که پدرش این وقتی که ایشون کودک بوده، تو 10 سالگی یا کوچیک‌تر که بوده، پدرش با کمربند، با سیم رخت کشکنی و با دست کتک میزده، با چاقو تهدیدش میکرده و توهین و جسارت میکرده بهش، میگفته ام الفساد، که این کتابم به همین اسم گذاشته. لازمه بدونیم که علی مراد کسی بوده که یک مبلغ در سطح عالی بهاییت بوده، یعنی از بارها و بارها از وحدت و الفت و اهمیت تربیت کودکان با روح بهایی سخن گفته. ایشون وحدت عالم انسانی، تساوی حقوق رجال و نساء گفته. دختری که کمی زهره باشه که حالا تو بعضی جا اینطور که آوردن آقای ارشاد بهش میگفتن گل داوودی، تو این کتاب خودش معرفی کرده. یه دختری بوده که دنیای رنگارنگی داشته، بازیگوش بوده، دنیای درخشان و سرسبزی داشته، شیرین زبون بوده این دختر و تو چند تا جاهای مختلف این کتاب آورده. حالا من یه قسمت‌های کوچیکیشو براتون از این کتاب انتخاب کردم که براتون بخونم. میگه که وقتی داشته با این ورق‌های کودکانه بازی می‌کرده، علی مراد اونو اشتباه میگیره با قمار و این ورق‌های حالا پاسوری که مثلا بازی میکنن و باعث میشه که لحظات وحشتناکی رو واسه این دختر بچه رقم میزنه. تو این کتاب میگه در اتاق نشیمن او مرا زمین انداخت و کمربندش را بیرون کشید. فریاد کشیدم کمربند، آه جمال مبارک. ناامیدانه سعی کردم با لباسم پاهایم را بپوشانم. اولین ضربه وارد شد، سوخت، احساس کردم پوستم بلند شد. یا در جای دیگه که میگه که پدرش اونو تهدیدش کرده با چاقو که دستاشو قطع بکنه. توی صفحه 123 باز یه نکته من اینو واسهتون میخونم. میگه من خواهش میکردم برای رضای خدا مرا مزن. اون یک هنکل جالباسی بر روی تن من، دست من و پشت من خورد شد و هیچ نتیجه نداشت، بلکه خواهش من گدایی بود. من نمیخواستم قدم آخر را بردارم و خواهش کردم به خاطر رضای خدا و آنها که اهل دعا هستند و به جان بهاءالله، به جان بهاءالله، به جان بهاءالله. جای دیگه این خانم میاره که مادر زهره
رفته بوده پیش یه آرایشگر مردی رفته بوده و موهاشو حالا چون میدونم فر کرده بوده، بیگودی کرده بوده، چیکار کرده بوده و علی مراد خیلی ناراحت میشه و جلوی بقیه کارگرا به این توهین میکنه و اینو کتکش میزنه. میگه پدرم گریبان مادر را گرفت و به سمت حیاط او را کشید. او یک فر کننده مو به سر داشت. به سر مادرم فریاد میزد و میگفت یک مرد آرایشگر، یک مرد آرایشگر. مادر میگفت من نمیدانستم. ببخشید من حالا یه ذره شاید خارج از حوصله عزیزان باشه، ولی این بحث اصلا بحث فرد یا شخص نیست. یعنی ما نمیخوایم بیایم فردی به نام علی مراد داوودی رو تحلیلش بکنیم یا بخوایم تحلیل شخصیتی این شخص بکنیم، چون نمیتونیم کار یک شخصی که از یک گروهی فرقه‌ای کاری انجام داده اینو بخوایم به پای بقیه بخوایم بنویسیم. اما یادمون نره که ایشون یک مبلغ در سطح عالی بهاییت بوده که رفتار متناقض و پارادوکسی داشت. یعنی صحبت از وحدت عالم انسانی میکرده، صلح عمومی میکرده، تساوی رجال و نساء میکرده، ولی خودش تو رفتار خودش تو خونه یه رفتار دیگه داشته. به قول حافظ که میگه چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن. من به نظر بنده آقای داوودی، جناب داوودی با این رفتارش نشون داده که آقا اعتقاد خودش به تعالیم بهایی اعتقاد محکمی نبوده و شاید این اعتقادات از دست داده بوده. یعنی به نوعی میدونسته، به این نتیجه رسیده بوده که این تعالیم نمیتونه سعادت انسان رو تضمین کنه و جز عبارت‌ها و جز شعارهای پرزرق و برق قابلیت اجرایی نداره، نمیتونه درسی واسه زندگی بشر باشه. نکنید گاهی اوقات هستش انسان یک مسیر رو اشتباه میره و سالیان سال تو این مسیر جلو رفته، یعنی هزینه هایی داده و یه سری منافع جمله مثلا آبرو واسه خودش به دست آورده که از دست دادن این مهمات واسه فرد خیلی سخته، با اینکه پی برده به انحرافش ولی پافشاری میکنه و مسیر رو هی ادامه میده و رفتارش نشون میده، رفتاری که تو زندگیش هستش، رفتار شخصی تو زندگی شخصیش داره، اونه که به ما نشون میده که آقا این به اون مرام، به اون روش آیا عقیده‌مندم بوده واقعا اون چیزی که میگفته عقیده‌مند هستش یا نیست. به فرمایش قرآن ثم کان عاقبة الذین اساءوا السوء کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون، یه رفتار دیگه ای انجام میده. من فکر میکنم برداشت خود من از این موضوع این بودش که آقای علی مراد داوودی به این نتیجه رسیده بوده که نه، این تعالیمی نیستش که به درد بشر بخوره و بتونه ارزم به خدمت شما که سعادت بشر رو، سعادتی که انسان رو بتونه تامین بکنه و اینجا هم باز کم هستن افرادی که واقعا به این نتیجه برسن و بتونن بیان این شجاعت رو داشته باشن، این بزرگی رو داشته باشن، بتونن بیان بگن که من اشتباه کردم، مسیر رو اشتباه رفتم. ولی خب آدمای باهوش همیشه میان از تحلیل زندگی افراد میتونن بفهمن که آقا این آدم به اون چیزی که به زبون می آورده عقیده و ایمان قلبی هم داشته یا نداشته. خیلی ممنونم که فرصت دادین. شنونده میشم. بله خیلی ممنونم جناب حامد، دستتون در نکنه. جناب ارشاد بفرمایید. خیلی ممنون. من خیلی خوشحالم که این مطلبی رو که حالا گذاشتم توی کانال، یکی از عزیزانی که به موقع بود به جا هم بود. دقت کنید این خیلی مهمه. یعنی اینی که یه فردی احتمال داره تو زندگی شخصی خودش یه سری اشتباهی انجام بده، به پای اون باور نباید گذاشت، خب این مسلمه. ولی سیره مبلغین بهایی شما برید نگاه بکنید، در واقع تاختن به عملکرد بزرگان و حالا افراده که آقا فلانی فلان کارو کرد، ببینید شما فلانی یعنی این کارو اونا دارن میکنن، یعنی بزرگان اینها، مبلغین اینها دارن این کارو میکنن، یعنی افراد رو میارن نام میبرن میگن فلانی جنایتکاره، فلانی نمیدونم داستان داره، لذا این به خاطر اینه که احکامتون در واقع اینجوری توجیه میکنن، این به خاطر اینه که اینا به احکام دینتون دارن عمل میکنن و احکام در واقع تاریخ مصرفش گذشته و باید دینو بذارید کنار چون فلانی داره فلان کارو میکنه. استدلال رو نگاه کنید، اونجا عمل فرد رو نمیگیرن که آقا این عمل شخصی فرد ربطی به باور طرف نداره و صدها مورد عزیزان الان یادشون. یه نکته ای که الان حتما عزیزان یادداشت شدن، آقای امین خدمت شما عرض که نیمه بزرگوار رفتنشون یا بالا رفتن، صدام هست یا من برای خودم برم؟ بله شون در قسمت شنونده هستن. ببینید آیا واقعا میدانید که از دید بهاءالله آقای دکتر علی مراد داوودی ملهم به الهامات الهی بودن و کسی که ملهم به الهامات الهیه در واقع واجد مقام اسمت دیگه، نباید این کارو بکنه. این رو عزیزان میدونن بهاءالله یه همچین نصی رو در واقع وارد کرده و وجود داره. حالا من این مطلب رو میخونم، این مطلب شاید برای اولین بار از این زاویه مورد دقت عزیزان قرار بگیره. آقای بهاءالله میگه آقای ادب ملهم به الهامات الهی، آقای لوتوس ملهم به الهامات الهی، خانم فرانک ملهم به الهامات الهیه، آقای نمیدونم علی مراد همه کجا چی میفرمایند در اینی که میگن در خیلی مهمه های سند ناب
فاضل مازندرانی در کتاب امر و خلق جلد 4 صفحه 284 جناب بهاءالله می‌فرمایند و نیز در لوح بشارات است قوله الاعلی نفوسی که لوجه الله بر خدمت امر قیام نمایند، یعنی کسانی که در واقع خدمت بکنند به امر، یعنی به امر بهاءالله خدمت بکنند، یعنی بر خدمت امر قیام کنند، ایشان ملهمند به الهامات غیبی الهی بر کل اطاعت لازم. یعنی آقای علی مراد داوودی، دیگه شما از یه بهایی بپرسید آقای علی مراد داوودی آیا ایشون بر خدمت امر قیام کردن یا نکردن؟ آقای فاضل مازندرانی قیام کردن یا نکردن؟ آقای ادب قیام کردن یا نکردن؟ خانم فرانک قیام کردن یا نکردن؟ آقای اورنگ قیام کردن؟ آقای مانی قیام کرده یا نکردن؟ ظهر تا شب اینجا قیام همش قیامن دیگه. تمام اینها، بعد ما آخوند نداریم، علما نداریم، ما این حرفا، تمام اینا یک ملهم به الهامات غیبی الهی هستند و بر کلم اطاعت از اینها واجبه. یعنی آقای علی مراد داوودی دیگه اگر لوجه الله بر خدمت امر قیام نکرده باشه کی کرد؟ این سند رو عزیزان یه جایی یادداشت کنن، هر بهایی که اومد اول ازش بپرسن، بگن آقا واقعا شما با در واقع قائل به اینید که مشغول بر خدمت امر و قیام کردن به این مهم هستید؟ اگه گفت بله واقعا دوست دارم، من این کارو دارم میکنم، بگو پس تو ملهم به الهامات غیبی الهی هست. این سند فکر کنم اینجا جاش بود برای آقای علی مراد داوودی که بر مبنای این بهایان او رو باید ملهم بدونن و اطاعت از آن واجب. لذا اگه او بچه‌شو به فجیع ترین و زده بهایای دیگه هم باید بزنن، چون اطاعت از او لازمه تو عمل. آقا ببخشید من در واقع ببخشید آقای رضا پارسام یه چیزی تو چت فرمودن، گفتن که عرضم به حضور شما این مطلب مربوط این که مهم به الهامات الهی مختص اعضای بیت العدل است، نه هر مولدی. این رو هم چون تو چت نوشته بودن خواستم که ایشون خدمتتون برای عرض کنم خودشون فرمودن، باید نص باشه دیگه، باید نص باشه. چون ایشون موقعی که ایادیان امر رو توضیح میدن، ببینید من بیام و یه متن رو ببینم و برای خودم ببافم، خب بهاییان اگه بلد، یعنی اینا میخورد که میومدن جلو و بنده رو کنفیکون میکردن در لوح، در واقع اون کلام یا معشر العلماء انتم امواج البحر الفلان، اونجا آقای بهاءالله مفصل میگه این علما اینها مسئولن، یعنی در حاله ای از اسمت بکار، در واقع اصلا این مطلب رو جای دیگه هم ایشون گفته، به انهای دیگه هم گفته و مصداقش رو ایادیان امر و علما به کار برده. میگه توبا لل امراء ول علما. دیگه شما که در واقع کاتولیک تر از پاپ که نباید باشید. امرا یعنی بیت العدل، بله ایشون میگه آقا تازه اونم امرای در واقع اون بیت العدل هستن. علما یعنی هم ایادیان امر و کسانی که به امر تبلیغ مشغول. علما رو آقای بهاءالله میگه اینها اینجا مقام روحانیینه، نه امرا، اینجا مقام علماست نه مقام امرا. جناب آقای پارسا بلافاصله بعدش میگه قوله الاعلی اعلم ان العالم من اعترف بالظهور و فلان، اینا میزنه میره بحث بر سر علماء بهایی نه امراء بهایی که ملک. آقا در خدمتتونم. بله آقای کاشانی شما می‌بینید من نمیدونم که بنده مدیریت می‌کنم حضرت علی هستی. بعد من عذرخواهی میکنم از مسئلهتون، من اینترنتم قطع میشه امشب، نمیدونم چرا بار سوم هم هست این اتفاق میفته. بله عذرخواهی میکنم خلاص اگر که مشکلی به وجود آوردم. جناب آقای مجتبی اگر اجازه بدید ادامه بدیم بحث رو. بله در خدمتم. من عذرخواهی میکنم. شما داشتید صحبت میکردین یا کسی دیگری بود؟ نه آقای ارشاد فرمایید بنده عرض دارم آقای ام چند بار رو استیج اومدن و رفتن، اگر اجازه بدین ایشون انا بشنویم بعد در خدمتتون. بله جناب ام ما در خدمتتون هستیم اگر که هستید امکان صحبت دارید. مارد ادب دارم خدمت بزرگواران. ببخشید من اینترنتم مرتب قطع میشه، امیدوارم که در حین گفتگو عرایزم قطع نشه و عزیزان بتونن بشنون. من فکر می‌کنم دفعه اولی است که در یک روم این چنینی صحبت می‌کنم و خیلی مدت طولانی نیست که از کلاب هاوس استفاده می‌کنم. امیدوارم که اگر اشکالی در عرایز بنده بود دوستان هم راهنمایی کنن، هم ببخشن و حلال کنن. نکته‌ای که در مورد موضوع پیج هست به نظرم دو بخش داره. یعنی ما وقتی می‌خوایم در مورد خشونت بگیم دو گونه میتونیم صحبت کنیم. یک گونه خشونتی است که به خود پیروان یک باور بخشی مربوط به درون باوره و اتفاقاتی که اونجا میفته، اینکه با بابی ها چه برخوردی داشتن، اینکه با برادران و خواهران خودشون چه ارتباطی داشتن، این موضوع دیگری است. ولی اینکه با جامعه مسلمانان، جامعه عرب با اونها چه برخوردی داشتن، این به نظرم میتونه این موضوع جذابی باشه واسه پیج. برگردیم به این نکته که ما در سالهای جدید و سال گذشته شاهد یک خشونت خیلی شدیدی هستیم از طرف کشوری به نام اسرائیل و حکومتی به نام حکومت صهیونیستی اسرائیلی.
پایه این خشونت به نظرم برمیگرده به اون ناجوانمردی که سالها پیش توسط باورمندان به آیین بهایی اتفاق افتاده. یعنی اونجایی که شاهد هستیم جناب آقای عبدالبها همراهی میکنه با کشور اسرائیل، جناب آقای با کشور انگلستان، و بعد از اون هم آقای شوقی همراهی میکنه با کشور اسرائیل. و اینجا یک نقطه کلیدی است از خشونتی که خشونت حکومتی است. اینجا این پررنگ‌تر بشه و در مورد صحبت بشه به نظرم خیلی ارزشمند. من چون نمیدونم صحبتام چجوری خدمت شما میاد، خیلی گفتگو رو ادامه نمیدم تا عرایض خودم رو تمام کنم، صحبت دوستان رو هم بشنوم. بله، خیلی ممنونم، دستتون در نکنه. خب اگه کسی از دوستان نظری داره، کامنتی داره و صحبتی داره، جناب مجتبی. بله، من خیلی متشکرم از آقای. امیدوارم اینترنتشون استیبل بشه در شب‌های بعد استفاده بکنیم. من در این جهت یه بحث ساختاری دارم که این بحث ساختاری فکر می‌کنم یه مقداری مشخص کننده داستان باشه. ببینید، در اینکه بهائیان سازمان دارند و به دنبال حکومت هستند و یه حکومتی رو تصویب می‌کنند و به فرموده آقای ارشاد همکنون حکومت موازی رو در کشورها دارن انجام هستند. در این موضوع خب شکی نیستش. نکته‌ای که ما دوستان بهایی داریم برای اینکه نوع سازمانی که این دوستان استفاده میکنن چه نوع سازمانی هستش. خب مفصل این بحث رو ما تو چند جلسه داشتیم و باشون بحث می‌کردیم که خصوصیات یک سازمان توتالیتار و یه مجموعه توتالیتاریستی رو دارن. ببینید این مجموعه توتالیتار تقریبا 15 16 مورد براش نقد شده. مثلا بحث بسته شدن رسانه‌ها و روزنامه‌های منتقد حکومت، وجود سانسور شدید، ارزم به حضور شما وجود رهبری مقتدر و اغلب کاریزماتیک در رأس حکومت، کی شخصیت یا شخصیت پرستی، وجود ایدئولوژی فراگیر که همین حالا ما تطبیقاش رو بر بهائیان و سازمان بهائیت اعلام کردیم. یا مثلا ارزم به حضور شما بحث رفراندوم و انتخابات نمایشی که مفصل راجبش گفتگو کردیم که این انتخابات به هیچ وجه انتخابات شمرده نمیشه، ولی اصرار بر اینکه ما انتخابات داریم. این 15 مورد رو ما مفصل راجبش صحبت کردیم. بحث ایجاد یک شاخه پلیسی در کنترل افراد و برخوردهای سیستماتیک با منتقدین و ارزم به حضور شما که افرادی که به اصطلاح میخوان خارج بشن از فعالیت. و این مفصل هم با آقای مانی امیرزاده من صحبت توتالیتاریست بودن مجموعه بهائیت و سازمان بهائیت کردم. هم تو رومای مختلف این موضوع ما فکر می‌کنم 10 ماه قبل پرداختیم و این ویژگی‌ها رو منطبق کردیم و بین نوع سازمان‌ها الگوی توتالیتاریسم رو انتخاب کردیم و نزدیک دیدیم به بهائیت. وقتی که با یه مجموعه توتالیتاریست طرف هستید، طبیعیه که تو این مجموعه ها ارزم به حضور شما اتفاقاتی میفته که خشونت ازش اجتناب ناپذیره. یعنی وقتی که رأس حکومت یا رأس مجموعه مقدس میشه و فرامین به جای قانون حکم فرماست، اینجا طبیعتا وجود منتقدین رو بر نمیتابند و لازمش یک دستگاه پلیسی قدرتمند در جهت کشف اطلاعات و برخورد و حذف مخالفین و طبیعتا جزء لاینفک یک سازمان توتالیتاریست بحث خشونت هستش که در اون ریشه داره و از اون غیر قابل انفکاکه. وقتی که شما در رأس سازمان یه فرد به ظاهر معصوم رو داریم و اسمت داره و منتقدین اینجا میخوان تو سازمان شروع کنن به انتقاد کردن، طبیعتا در ادامه اون ما خشونت رو هم داریم و اینها لازم و ملزوم هم هستن. می‌خواستم این موضوع رو اشاره بکنم که ساختاری که بهائیت فعلا برای اداره و بقای خودش در نظر گرفته، این سازمان عرضم به حضور شما که لازمش توتالیتاریست، لازمش خشونت هستش و عرضم به حضور شما که جزء لاینفک اون شمرده میشه. حالا میگم بحث توتالیتاریسم رو مفصل ما قبلا بحث کرده بودیم و ادعای خودمون رو مبنی بر شباهت الگوی رفتاری سازمانی بهائیت و تطبیق اون بر نشانه‌های این نوع سازمان گفته بودیم که من دوستان رو ارشاد میدم به گفتگوهای قبل. خیلی ممنونم، دستتون در نکنه. نمیدونم آقای ام اگر در شما نکته‌ای دارید، جناب رضا شما خوش آمدین، اگر نکته‌ای دارید. بله، سلام به بفرمایید. همه. من الان لینکشو گذاشتم توی چت روم. من بحثم اینه که منصفانه نقد بکنید. من خودم سعی می‌کنم که نقد بهایی بکنم، ولی منصفانه. یعنی من فکر نکنم آقای ارشاد قبلا اینو ندیده باشه، ولی کم امیدوارم که ندیده باشه. این رفرنسی که خوندن یه بخشی از این لوح رو اشاره میکنه، ولی کاملش اینجاست. بشارت 13 از لوح بشارت میگه امور این مجموعه الوان مبارکه چاپ مصر صفحه 122. در جاهای دیگه هم به تکرار اومده این لوح بشارت معروفه. امور ملت معلق است به رجال بیت عدل الهی. داره راجع به کی صحبت میکنه؟ رجال بیت عدل. ایشانند امناء الله بین عبادهی و مطالع الامر فی بلادهی. یا حزب الله مربی عالم عدل است، چه که دارای دو رکن است، عبارت مجازات و مکافات. و این دو رکن دو چشم انداز برای حیات اهل عالم، چون که هر روز را امری و هر حین را حکمی. مقتضا لذا امور به وزرای بیت عدل راجع تا آنچه را مصلحت وقت دانند معمول دارند. نفوسی که لوجه الله بر خدمت امر قیام نمایند، ایشان
ملهمند به الهامات غیبی الهی، بر کل اطاعت لازم. امور سیاسیه کل راجع است به بیت العدل الی آخر. قبل و بعدش مشخصا داره راجع به رجال بیت العدل صحبت میکنه و این بر کل اطاعت لازم و ملهم، این در جاهای دیگه بارها فقط راجع به رجال بیت عدل اومده، در اقدس هم اومده که اینها اطاعتشون لازمه و این اصلا راجع به مبلغین نیست. مبلغین اصلا اعتقاد بر این نیست که مبلغین اسمت دارند و هر کاری که میکنن اگه بچه‌شون هم کتک میزنن اینها اسمت دارند و درست است و همچین ادعایی رو من تا حالا نشیدم. اون قسمتی هم که خوندید بخشی از این لوح بود که قبل و بعدش رو بخونید مشخص میشه. سعی کنیم که منصف باشیم. مرسی. بله، خیلی ممنون که این مطلب رو تذکر دادید. بله شما درست گفتید. ولی بر مبنای در واقع نصوص جناب بهاءالله، علما واجد، یعنی در صون و در عصمتن. حالا من میگم خدمت شما عرض که در لوح اینی که میگم میراث اشراق خاوریه که حالا مطالب مربوط به علما رو یه جا جمع کرده، صفحه 198 که ایشون در لوح دنیا میگه یا حزب الله، علمای راشدین که به هدایت عباد مشغولن و از وساوس نفس اماره مسون و محفوظ. ایشان یعنی اینا واجد وصف صون از در واقع نفس اماره هستن. ایشان از انجام سماع عرفان نزد مقصود عالمیان محسوب. احترام ایشان لازم. ایشان عیون جاریه و انجام مضیعه و اسمار صدره مبارکه و از آثار قدرت الهیه و بهور حکمت سمدانیه است یا سمدانیه. طوبی لمن تمسک به، یعنی وجوب اطاعت از اینها. انه من الفائزین فی کتاب الله رب العالمین. دیگه ربطی به بیت العدل نداره، این همون طوبی للعلماء. و در واقع جای دیگه ایشون مطرح می‌فرمایند انتم، خطاب به همین علما، میگه طوبی لکم یا معشر العلماء فی البها تالله انتم امواج البحر الاعظم و انجم سماء الفضل. بعد میاد میگه انتم مطالع الاستقامه بین البریه و مشارق البیان لمن فی الامکان طوبی لمن اقبل الیکم ویل للمعرضین. یعنی اینها واجب الاطاعه هستن، یعنی مصداق عطا و اکملش آقای علی مراد داوودیه. ویل للمعرضین، وای به حالی که از اینها کسی اعراض بکنه. لذا در ارتباط با علما از این مطالب، یعنی واجب الاطاعه بودن اینها همینجوری پشت سر هم دیگه در واسه علما اینا هست که حالا من اینا رو، ولی اینی که شما فرمودید بله درسته. یعنی من قبل و بعدش رو بشارت ندیده بودم و الان از شما آموختم و به این مطلب من آگاهی نداشتم. دست شما درد نکنه. ولی اینی که اینها واجب الاطاعه نیستن، نه، بر مبنای سخنان خود بهاءالله اصل سخن من درسته. اون ملهم به الهامات از جای دیگه باید بگردم پیدا بکنم، ولی اینی که اینا واجب الاطاعه هستن، علما اینا هست و اون سخن هم برمیگرده البته به محافل محلی و ملی و اینها، اونها هم میشن ملهم، در حالی که اینو بهایا قبول نداره. یعنی موقعی که بیوت عدل در واقع شکل بگیره محلی و اینا، فقط بیت العدل در واقع اعظم نیست، اونها هم هست که مصداق اونها هم قرار میگیره. ولی علما نه، علما واجب الاطاعه هستن. من اینا رو گفتم خدمت. نه من چیزی رو که اشتباه بکنم سری من مهم نیست. برای من اینه که من دنبال تاثیرم، مطلبی که مبنا نداشته باشه سری من میپذیرم. من انقدر با آقای ایمان مطلق بحث کردم، وسطش چیزی گفتم حالا درست. اینی که شما گفتید درسته، ولی از جاهای دیگه واجب الاطاعه بودن در میاد، ولی ملهم باشن و اینا حالا اون من میگردم از جای دیگه در میاد. اجازه هست؟ بله بفهمید. بله. ممنونم از اینکه به اصطلاح شما منصف بودید. من شما رو واقعا اینطور هم شناختم که سعی می‌کنید منصف باشید. منم واقعا اینو خودم رفتم فکر کردم اولش راجع به علماست، بعد گفتم سریع اینو گذاشتن جلوم که نه این کاملش اینطور، ولی همین که شما خوندی رو الان لینک دوم من گذاشتم. ببین اینم راجع به یه افراد خاصی داره صحبت میکنه که توی مجموعه الوا اگه ببینید از صفحه 200 مجموعه الوا چاپ صفحه 299 داره یه افراد خاصی رو میگه الهی الهی ترانی قائما لدی باب عفوک و عطای که ناظرا تا میرسه انت المقتدر لا اله الا انت یا حزب الله اليوم باید انظار کل به افق کلمه مبارکه یفعل ما یشاء وحده متوجه باشد چه اگر احدی عرض حضورتون که به این مقام فائز گردد، او نور توحید حقیقی فائز و منور و من دون آن در کتب الهی از اصحاب ظنون. میگه اگه یک کسی به این مقام برسه که به نور توحید حقیقی فائز بشه و منور بشه، میگه غیر از اینها اصحاب ظنون هستند. غیر از این کسی که به نور حقیقی رسیده، اصحاب ظنون و اوهام مذکور و مرقوم. بشنوید ندای مظلوم را و مراتب را حفظ نمایید. این فقره بر کل واجب است. مظلوم در جمیع ایام من غیر ستر حجاب امام وجوه اهل عالم نطق فرمود آنچه که مفتاح است از برای ابواب فلان ظلم ظالمین قلم شبهات مربیین. از حق در جمیع سائل ظنون و اوهام حزب قبل حفظ فرمایید مقدس داره یا حزب الله علمای راشدین که به هدایت عباد مشغولند و از وساوس نفس اماره مسون.
اینجا علمای راشدین، اولا هر علمای راشدینی که به قرینه اون، من فکر می‌کنم داره راجع اون کسانی که به این مقام رسیدن و به نور توحید حقیقی منور شدن، این علمای راشدین که به هدایت عباد مشغولن از وساوس نفس اماره موسوم و محفوظ، ایشان از انجم سماع عرفان نزد مقصود عالمیان محسوب. حالا اگه کسی به این مقام رسید، نه هر کسی که مبلغه، داره مقاماتشون میگه، به نور حق، به نور توحید فائز شده، از وساوس نفس اماره موسوم شده و به عرفان رسیده و مقصود عالمیان محسوب، احترام ایشان لازم. ایشان اند عیون جاریه و انجم مضیه و اعمار صدره، آثار قدرت الهی الی. من برداشتم میتونه این باشه که این داره راجع به افراد خیلی خاصی که حالا اسمم نمیبره، ولی نه هر کسی که مبلغه، نه اینکه هر کسی اومد تبلیغ کرد را بیفتن ازش اطاعت بکنن. ولی خب چیزی که بارها اینها تکرار میکنن اینه که مثلا این حالت تقدس و اینها رو غیر از اون چند نفری که هستن مشخصا برای کسی گویا قائل نیستن. ولی که اون موارد دیگر رو هم اگه حالا بعداً من بهتون پیام میدم بفرستید، اونا رو هم میتونیم بخونیم، ولی نمیخواستم مزاحمتون بشم. ممنون از وقتی که دادید. خواهش میکنم. ببینید اصلا سخن در ارتباط با طوبی لکم یا معشر العلماء فی البهاء طلا انتم امواج البحر و انتم مطالع الاستقامه بین البریه و این حرفا، و اون علما در این ظهور به منزله بصرند از برای هیکل آدم، یا حزب الله علمای راشدین. این علما منظور اون دو تا تیکه‌ای که ایشون در اقدس گفته و در کتاب عهدی دو جا این رو آورده. یه جا گفته طوبی للامراء و العلماء، یه جا دیگه یا معشر العلماء گفته. بعد آقای در واقع تو کتاب عهدی گفته طوبی للعلماء و الامراء فی البهاء اولئک امنائی بین عبادی، یعنی امینهای من هستن بین عباد من، و مشارق و احکامی، یعنی اینها مسئله گوی احکام من هستن، یعنی احکام منو از اینا بگیرید، بین خلقی علیهم بهایی و رحمتی و فضلی احاط الوجود. بعد آقای شوقی میاد اتفاقا این بازه رو باز میکنه، میگه حضرت ولی امرالله غسل ممتاز جل سلطانه در لوح بدیع الله آبادی مورخ 4 ماه نوامبر سنه 1931 میفرماید علما، داره اون سخن آقای بهاءالله رو، هم علمای راشدین و اون دوتا مصداق رو دقیقاً معلوم میکنه. میگه علما در این کور مقدس در یک مقام ایادی امرالله، یعنی ایادی امرالله جناب آقای بهاءالله 4 نفر، ایادی امرالله آقای عبدالبها 4 نفر اضافه، ایادی امرالله آقای شوقی 42 نفر، و ساختاری که زیر مجموعه این که حالا میگه، و در مقام دیگر مبلغی و ناشرین، یعنی همه اونایی که شما فرمودید آقای شوقی مصداق اون علما تو دو جا ایشون دقیقاً توضیح میده، یکی ایادیان امرالله و در مقام دیگر مبلغین و ناشرین که در سلک ایادی نباشن ولی رتبه اولا را در تبلیغ حائز. مقصود است امرا اعضای بیت العدل محلی و ملی و بین المللی است، وظایف هر یک از این نفوس من بعد معین گردد. یعنی ایشون علما و امرا رو توضیح میدن، میگن علما ایادیان امرن و مبلغین، حالا اونایی که دراز اولن، و ناشرین، یعنی همونی که قائم به خدمتن دیگه، یعنی اینا هم قائم به خدمتن دیگه، و اون اوصافی که شما فرمودید مصداقش اینا آقای شوقی تو مقام تبیین دارن میگن. حالا یه الان موقع ایادی خاصی که ایادی که دیگه نداریم دیگه، درسته؟ چرا دیگه نوشته ایادی امرالله دیگه. نه دیگه، الان ایادی بعد از اون دوره اول دیگه ایادی نداریم، داریم. نه دیگه، حالا پیام بیت العدل همینو آورده، بعد توضیح داده که دارالتبلیغ و زیر مجموعهش مصداق این علما، اونم خاصی بدونه. یعنی بیت العدل اومده توضیح داده، همینو توضیح داده، گفته اونجا که اینو گفته این استمرار داره، الان دارالتبلیغ این مقام رو داره و زیر مجموعهش هیئت معاونین و اینا رو دونه دونه گفته و گفته اینا مصداق این در واقع طوال العلماء. حالا اونم حالا خواستید مرسی. من پیدا من می‌کنم راستش یه بگم. سوالی هم داشتم، حالا بعد اگه دوباره نوبتم شد یه سوالم میخوام بپرسم با اجازه. بفرمایید. بله، من امروز داشتیم مقاله شما رو میخوندیم راجع به اون فتنه بابیه. اگه یادتون باشه اون مقاله که ابتدا توضیح میدید که بهاءالله در واقع توی اون قضیه قلعه توس چی اگه اشتباه یادم باشه، توسلی تبرسی، بله، اونجا نقش داشته بود، در مثلا اون طاهره در اون ترور نقش داشت از اون حرفا، و بعد تو همون مقاله خودتون بعدش اشاره میکنید که تمام این خشونت ها به صراحت اومده نسخ و محو شده و چندین جا خودتون آوردید که به صراحت و با قدرت هر آنچه از خشونت و اینها بوده، مثل ضرب رقاب و محو کتب و نمیدونم عدم معاشرت و هر گونه چیزی که بوده، محو و نسخ شده و دستور داده به معاشرت با احزاب به روح و ریحان. حالا سوال اینجاست، اگر که حالا هرچی هم که بوده نسخ شده دیگه، وقتی نسخ شده الان میشه دوباره مثلا بهش استناد کرد؟ آقا طرف مثلا یه دوره گذاری بوده، در اون دوره گذار مثلا حالا یک همراهیایی هم کرده یا هر کاری کرده، بعدش ظهور خدا هم هست، بعدش آخرین حرفش این بوده که آقا آخرین حرفش هم بارها تکرار کرد که این دیگه نسخ شده. حالا اگه این بپذیریم که محو شده و نسخ شده، آیا میشه دوباره مثلا گفت اینها دوباره اهل خشونتند و مثلا ممکنه دوباره برگردن به خشونت‌های بابی و میشه اصلا اینو گفت؟ یا من سوالم اینه، چون احساس می‌کنم شما می‌خواید اینو بگید، می‌خواید بگید که اینها در واقع می‌خوان برگردن به اون دوران بابی و
اون عقاید رو همچنان دارند و اگه میگن ندارن تقیه میکنن. یعنی این همه نسخ و محو به نظر شما تقیه بوده؟ اینو من میشه واسمون توضیح بدید، من واقعا نفهمیدم. مرسی. خواهش می‌کنم. ببین اگه شما قبول می‌کردید رو اون منوال ما با هم برنامه داشته باشیم، من توضیح رو دادم، حالا شما اونجا دقت نکردید. این سخن من یه سند اولیه‌ای به شما دادم، سند در واقع لوح ابن زید، و تکیه کردم این آخرین کلمه آقای بهاءالله، یعنی آخرین لوحی که بنابر سخن خانم روی ماتزه آخرین لوحی که ایشون صادر کرده لوح ابن زید، این آخرین مهمه، یعنی آخرین کلامش. توی اونجا بحث ما این بود که شما فرمودید برای من نشان بده که بهاییان در واقع معتقد به در واقع خشونت و گرفتن حکومت و یه نمونه نشون بده که اینا قصه دارن. من اینو میخواستم ثابت بکنم. برای اثبات این اومدم گفتم آقا بزرگترین و بالاترین در واقع ابزار برای رسیدن به حکومت که از خشونت هم بالاتره دروغ و تزویر. یعنی یه کسی که با دروغ و تزویر به صراحت قصدش گرفتن حکومت و بازی داره در میاره، این هزاران برابر بالاتر است در واقع اون کودتا با شمشیر و فلان. این حرفاست. من اومدم گفتم از دید بهاءالله موقعی که بابی ها داشتن اون کارا رو انجام میدادن، خطاب به ناصرالدین شاه، ایشون به صراحت میگه تو در واقع مشروعیت حاکمیتی داشتی به شرع و هم قانونا، تو ولی امر بودی، نه من الان دارم نصب میکنم. دقت کن، یعنی اصلا بحث نسب بد نیست. اصلا اونجا من صحبتم این نبود، من که میفهمم که آقا طرف اومده گفته آقا نسب، اونجا که من نمیتونم بهش ایراد بگیرم. ایراد من اونجا نهایتا اینه که آقا رزومه آقای بهاءالله رو بهایی گرامی چرا موقعی که امضا کرده احکام بیان رو، چرا شما اینها رو در واقع نمیگی 30 سال ایشون قائل به حرق کتب بوده، رو رزومه‌شو بگید مردم بدونن ایشون 30 سال توی گروه تروریستی بوده، کشتار دیگران بوده، فرمان داده به این حرفا، اینو بگید. همین اونجا این نقد من اینه. ولی این نقد من در واقع اساسی اینه که ایشون به ناصرالدین شاه دروغ گفته. یعنی کسی که محور داستان بوده با اون چند تا بندی که من قبلا 1 و 2 و 3 و اینا اونجا آوردم، اونجا اومده گفته تو اولوالامر بودی اون موقع، نه الان اولوالامر شدی و واجب الاطاعه. تو در حالی که اولوالامر بودی اینا زوزا کردن 3 تا جنگ و رمی شاه که گردن نمیگیره بهاءالله، رمی شاه رو واقع ارزتا رو میاره کنار اون 3 تا میذاره، بعد میگه به ما ینبغی، من اینا رو آگاه کردم دیگه این کارا نمیکنن، نمیدونم اینا دیگه بر نمیگردن به این کارا. یعنی در واقع این کارا مذموم بوده، نه اینی که در واقع این کارها اون موقع ضرورت داشته و اینا دفاع کردن و فلان. این حرفا نیست. لذا گفتم به این آدم نمیشه اعتماد کرد. چرا؟ چون 80% 90% احکامش هنوز بیرون نیومده. کسی که به این راحتی به پادشاه مملکت دروغ میگه، خودش مرکز فتنه بوده، خودش خب آرتیته. پس اشکال شما این نیست که اینها ممکنه برگردن به قبل از نسخ، درسته؟ نه، اشکال من اینه که معلوم نیست خود اقدس نسخ نشده باشه تو جلد دوم. میگم کسی که راحت دروغ میگه. ببین اصلا اونجا من تکیه‌ام روی این بود و گفتم خب روی این حالا من این میخوام حرف تبرسی بزنم. قبل از این لوح ابن زید بوده یا بعدش بوده؟ قبل از این قبلش بوده تبرسی دیگه، خود قبلش بوده. ایشون آخر عمرش دیگه. آره دیگه، اصلا این لوح خب اگه این سلطانه، ابن زید لوح آخر عمرش سلطان. بوده، خب یه کسی ببین آقا درست. عیسی هم تا 30 سال یهودی بوده، یه کسی تا یه زمانی بابی بوده و بعد حالا به مقتضای اون دینی که می‌خواسته نازل بکنه داریم در اون دینی بحث می‌کنیم، بعد آخر سر ما برنامه‌اش این بوده که این دینش رو به این ترتیب نازل بکنه، یعنی این ترتیبش. ولی اون حرف آخرش بالاخره شما قبول داری که نسخ کرده. حالا اگه ما بیام بگیم که خب ممکنه دروغ بگه، ممکنه تغییر بکنه و ممکنه که یه جلد دومی داشته باشه، بله اینو میشه گفت. ولی خب این در حد صرفا شک و تردیده دیگه، ثابت که نمیتونی بکنی، درسته؟ نه ببین دو تا، ببینید ما 2 تا در واقع سومی نداریم. یه جا میگه تو اولوالامر بودی اون موقع، اینا بعد از تو اطاعت میکرد. یه جا با گفته آقا باید بزنید و داغون کنید قتل عام الا من عام وسطه. 2 تا گزاره است. این 2 تا گزاره مسلمه، ربطی به نسخ و مسخ اینا نداره. یعنی ایشون داره اظهار نظر میکنه اون موقع که اینها این در واقع زوزا رو ایجاد کردن تو اولوالامر بودی و تو بعد اطاعت میکردن و این آیه قرآنه و جاریه تا الان. این تا الانی که آخرین لحظه عمر منه تو هنوز هم یعنی رضا اولوالامری. داشته دروغ میگفته، داشته تغییر اصلا داره میکرد. دروغ میگه، تقیّا نی دروغ داره میگه. به ناصرالدین شاه داره دروغ میگه، به پیروانش دروغ نمیگه، به من و شما دروغ نمیگه. شاید اون نسخه رو داره میگه من دروغ میگم، چرا اونوری بگیم؟ اصلا به این دیگه نمیشه اعتماد کرد. یعنی تو امر دین، بیان دین، بعد خطاب به یه فردی، بعد تو لوح ناصرالدین شاه که لوح ناصرالدین شاه خدمت شما هست که 3 4 خب سال قبلش اونجا به سفیر قاجار هم دروغ میگه، تغییر میکنه، میگه من هیچ حرفی از این که من خدا هستم نزدم. خب ایشون تغییر میکرده چون اون پادشاه اینا رو میخواسته بکشه. نه حالا از تو لوح. از نه ببین، خب ببین وقتی میگیم تقیه کرده، نسخش هم شاید تقیه است دیگه، به هیچ چیز نمیشه اعتماد کرد. شما از همین کجا من میخوام میدونی بپرسم، نسخش این که یه هم؟ شخصی مقابل یک پادشاهی که میخواد اینا رو بکشه تغییر کرده، تغییرش هم تغییر توقات بوده، یعنی از ترس جانشون بوده، اگه مثلا غیر از این میگفته همون رو میکشتن. این که یک شخصی مقابل یک پادشاهی تغییر کرده، میشه نتیجه گرفت که دیگه هر جا هر چی گفت دروغ هم میگه، دروغ میگه. نه نه اگه نه نه نسخ هم ببینید کرد دروغ میگه. پادشاه نی، ببینید پادشاه نی یه حرفی رو به پادشاه زده خیلی چند سال قبلش. اینو اومده تو لوح ابن الزب خطاب به ابن الزب
یعنی کسی که باش تقیه نداره. ابن زید که نیومده تهدیدش بکنه که برای هدایت او اینو نوشته، نه برای اینی که محفوظ بمونه جونش. اومده روی این تیکه تاکید کرده برای اینکه اون رو بهایی کنه. در مقام هدایت و بهایی کردن میگه آقا ما عقیدمون اینه و اون موقع بر مبنای خطابی که به ناصرالدین شاه من دادم اینا واجب الاطاعه بودن، واجب الاطاعه بوده و باید اطاعت می‌کردن و کار غلطی کردن این کارو کردن. دقت کردی؟ ولی اون موقع که اینو به اونا نگفته بود، نه درسته؟ من برای چی میگم اینو تو آخرین لوح سلطان که تو قبل چند 7 سال قبلش گفته. من چرا هی تکیه دارم به اینی که آخرین لوحشه؟ به خاطر اینی که تو فضای تقیه دیگه نبوده، میخواد یکی رو هدایت کنه، یه نامه داره براش میفرسته و دست او هم قراره برسه و معلومه نیست اصلا دست او رسیده یا نه. اینم بعداً چاپ شده. آخرین لوح هم بوده. تو اون آخرین لوح اومده و گفته آقا اعتقاد من الان اینه که اون موقع اینها واجب الاطاعه بودن، یعنی در واقع ناصرالدین واجب الاطاعه بوده و این کارهایی که شده غلط بوده و من به مایم بقیه اینا رو آگاه میکنم که این کارا رو نکنه. و عملاً هم همینی که میگه نصب کردم فلان کردم من تایید همینه دیگه. خب الان پس راجب مشکلش کجاست؟ یه اصلا کسی ایشون اومده هم اینو ببین گفته اصلا هم عمل ببین کرد، یعنی تلاش ببین ایشون کرده که میتونست ببینید ایشون میتونست بگه آقا این حکم اونه، منم اومدم نسخش کردم، اصلا بحث واجب الاطاعه و نمیدونم تو اولو الامر و اینا اصلا وسط نکشه، نیازی نبوده وسط بکشه. یعنی بگه آقا آقا این جاهای مال دیگه اون ایشون بوده. صراحتا گفته که از سلطان اطاعت بکن. ایشون واقعا عقیدش این اواخر دیگه این شده که از خب این سلطان بعد بعد از اینکه نسله، بعد بعد از نسل نسل، دیگه. خب بله خب دیگه بعد از بعد نسل. نسل، ولی ایشون اینجا در واقع به صراحت میگه اون موقع آقا ولی امر اولو من الامر از بوده. شما اینطوری بپرسم، الان من بیام بگم آقا شما شراب دروغ میگید، شرابو حرام کردید، حرام نکردید چون اولش تو اسلام حلال بوده. حالا هی شما میگه آقا باشه اولش حلال بوده، بعد نسخ شده، بعد حکم جدید اومده دیگه تموم شد، خب آخه الان ایشون میگم نمیگه از حکم جدید اومده شما که یواشکی ببینید. شراب میخورید همتون. نه 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 خب نه این که ببین ایشون نمیگه یواشکی حکم شراب اومده. ایشون واقعه ارز تار رو همون موقع گردن نگرفت. گفت این کار غلطه. مگه همون موقع که ناصرالدین شاه رو اعدام کردن، یعنی در واقع ترور کردن، مگه اون موقع در واقع اینا گردن گرفتن؟ صبح ازل انداخت گردن اینم انداخت گردن اون، گردن نگرفتن. و حالا داستانای دیگه. خب اون موقع لذا هنوز به این مرحله نسخ که نرسیده بوده. خب ایشون الان نمیگه من در واقع ببخشید من یه عرضی رو بگم آقای شاه. جونم من برای حضرت دیگه تقریر بکنم. ببینید آقا رضا اون یک حکمی هستش، خب میگن مال اون شرایط درست بوده، تو اون شرایط این حکم بوده، اگه برگردیم هم همون حکم میاد، بعدن این حکم نسخ میشه به خاطر موضوعی که بود. حالا توی اسلام هم نبوده که شراب ارزان به حضور شما که حلال باشه، این بحثش مفصله. حکم حرمت شراب نیامده بوده و تدریجی حکم حرمتش اومده. یعنی اگه برگردیم به قبل هم میگن برای اون شرایط این حکم برای اون شرایط همچنان درسته. اما جناب بهاءالله میگه اون موقع اصلا این کار غلطی بوده، همون موقع هم نباید این کار خب این انجام میشده. با دید الانش که نسخ کرده بابا دیگه داره با اگر ایشون ببین من یه بله زمانی اگر فرض کن ایشون یه آدمی زمانی باشه که مسلمون پشیمون بشه، ببین نه عزیز من حرف یه شما زمانی درسته، اگه ایشون مسلمون بودم. پشیمون شده باشه درسته. نه نسخ یه زمان عقیدش من یه زمانی مسلمون بودم، فرض کن یه کارایی هم میکردم. الان مثال، حالا تو مثال من مولا اصلا فرض کن یه زمانی یهودی بود، الان با نگاه الانم میگم اون زمان اشتباه بوده. ایشون هم بعد از این مدتی که تبعید شده یه سری چیزا رو نسخ کرده، به این اعتقاد رسیده که دیگه با روح و ریحان باید بریم جلو. بعد با دید الانش میگه که اون کارا رو همه اشتباه بوده. حالا اشکالش کجاست؟ حرف نه شما نه درسته، ببینید حرف شما آقای درسته. آقا این آدم دیگه پیغمبر نیست آخه. بفهمید آقای نه رضا. ببینید بحث سر اینه که اون موقع اون حکم خدا بوده و اون موقع این لازم بوده. اینا هیچ موقع در واقع اسلام رو میگن اسلام احکامش اون موقع بوده، اون موقع لازم بوده، درست بوده، از فلان موقع به بعد نسخ شده دیگه به درد این زمان نمیخوره. ولی توی اون زمان و ظرف اون زمان درست بوده و این حکم الهی بوده. اینی که بهاءالله بیاد بگه که آقا من اشتباه کردم اون موقع این کارا غلط بوده و اینا بهایا گردن بگیرن که کل اسمت و نسمت و فلان همه اینا میره رو هوا. این اظهار نظر میکنه راجع به اون موقع و میگه اون موقع حکم این بوده، در حالی که اون موقع حکم باب این نبوده، حکم باب چیز دیگه ای بوده و ایشون هم اطاعت کرده از حکم باب. یعنی در واقع پذیرفته حکم و امضا کرده. دقت کنید اومده امضا کرده تو اقتدار اجازه صفحه میدید من 45. اینو پس بخونم آقا ارشاد، بخونیم از روش ببینیم که من اینجاشو مد بخون نظرم. همین که شما خودتون اشاره میکنید ابن زب میگه این مظلوم در لیالی و ایام به تألیف قلوب و تهذیب نفوس مشغول امورات واقعه در ایران در سنین اولیه فی الحقیقه سبب حزن مقربین و مخلصین بوده و در هر سنه قتل و غارت و تاراج و سفک دماء موجود. یک سنه در زنجان ظاهر شد آنچه که سبب فزع اکبر بود و همچنین یک سنه در تبریز یا تبریز و سنه دیگر در نیریز و آره سنه دیگر در تبرسی تا آنکه واقعه ارز تا واقع. حالا میگه بله یه اتفاقاتی افتاد و اینا قتل و غارت و سفک دماء کردن. حالا اینجاش مهمه، میگه و از آن به بعد یعنی بعد زمان گذشت، این مظلوم به اعانت حق جل جلاله این حزب مظلوم را به ما ینبغی آگاه نمود. کل از ما عندهم و ما عند القوم مقدس و ما عند الله متشبث و ناظر. میگه حالا من از اون به بعد به اعانت حق این حزب رو از اون چیزی که باید آگاه کردم. یعنی میگه یک زمانی بوده اینا این قتل و غارت و اینها بوده،
از این جایی به بعد حالا دیگه رویه عوض شده. بعد میگه حالا شما چیکار بکن؟ میگه حال باید حضرت سلطان حفظ الله تعالی به اعانت و شفقت با این حزب رفتار فرمایند و این مظلوم امام کعبه الهی عهد می‌نماید از این حزب جز صداقت و امانت امری ظاهر نشود که مغایر رأی جهان آرایه. میگه حالا که ما رویه‌مون رو عوض کردیم، شما هم دیگه به ما اعتماد بکنید. حالا من میخوام اینو بفهمم. الان اشکال شما اینه که اینجا ایشون داره تغییر میکنه دیگه، داره دروغ میگه، هنوز بر اون باور هست. میخوای اینو بگی؟ نه، ایشون امضا کرده تو اقتدارات به صراحت امضا کرده اینا رو. گفته من اونا به احکام بیان جنگیدن، سرخود که نجنگیدن. آقای ملا حسین بشرویه به فرمان باب بلند شد رفت مشهد و از مشهد قرار بود بیاد بره زهر کوفه که بعد حالا بابو گرفتن بردن نمیدونم شمال ایران، گفتن میریم حالا او رو آزاد میکنیم و تو قلعه طبرسی گیر افتادن. یعنی تمام اقدامات اینا به فرمان باب بوده و به احکام تفسیر سوره یوسف بوده. تو تفسیر سوره یوسف اومده گفته هر کی این کتابو قبول نکنه باید بکشیدش و به پادشاه میگه باید کشته خب این بشه. در زمان خودش آقا جون، همین بهاءالله همین کسیه که محمد و جهاد و این چیزا رو فرستاده، در زمان خودش یه حکمی فرستاده، بعد در یه خب زمان دیگه دیگری آقا حکمش رو من عوض همین رو کرده. میگم. من آقا این مگه خود آقای نه، من از شما بابا میپرسم آیا خدا برای هر زمان و مکان یه حکمی نمیفرسته غیر از خب این؟ خب من الان باید بگم که اون موقع که این کارا رو انجام دادیم اشتباه کردیم، غلط بود، اینا حکم الهی نبود. نه با اگه من این اینجوری بگم با نمی‌تونی. این نگاه جدید، با این نگاه جدید بله اونا خطا بود. نه 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 الان خطاه، اون موقع خطا نبوده، اون موقع حکم خدا بوده. آها منظورتون رو الان من فهمیدم. میگم یعنی اون این موقع باید حکم اینو خدا در بوده. زمان اصلا خودش هم ایشون تعیین کنه. درسته. آره دیگه این داره میگه آقا اون موقع غلط بوده، اون موقع سبک دما کردن، کار غلط کردن، فلان کردن، در حالی که خود بهاءالله امضا کرده. به امضای آها. بهاءالله 3 نفر 4 نفر رو حالا جلوی چش فهمیدم دیگه، الان من بهاءالله. فهمیدم پس شما چی گفتید. آره. پس الان من میگم ببین فقط مشکل اینا شما اینه موقعی که که این در واقع این مورد تاییدش بوده لاقل در اون زمان. اینجا که میگه همین که من اصلا بحثم اینه. حالا از ببین این چه نتیجه‌ای می‌خوایم بگیریم؟ می‌خوایم بگیم که این ایشون نتیجه رو دروغگوان؟ میخوام بگیرم که ایشون در واقع راحت در برابر دیدگانش 10 سال بعد اینی که اظهار امرم کرد، یعنی از سال 1280 تا حالا اون 1973 یا 1290 که اقدس اومد و بیان رو نصب کرد، 10 سال کارهای تروریستی انجام میداده. جلوی چشمای ایشون سید محمد اصفهانی و 3 تا ازلی دیگر رو باهایا کشتن به احکام بیان. شما کشف القطار رو نگاه کن، واقعه کشته شدن اینا رو میگه جلوی چشای بهاءالله و پاورقی میگه اینا به احکام بیان اینا انجام دادن. و احکام بیان هم چیه؟ صفحه 230 بیان میگه آقا کسی که من یظهر الله رو محزون بکنه قتلش واجبه. الاعدام علی من یحزننه. آقا کسی که فرمان قتل داده و امضا کرده اینا رو تو اقتدارات صفحه 45، اون چون امضا کرده اینا زدن جلوی چش اون طرفو کشتن. بعد بیاد خلاصه حالت مظلوم نمایی و آقا اون خب موقع باشه، غلط الان بوده نه شما اینو آزاد کردن. چند دقیقه پیش گفتی قبول داری که ایشون نسخ و محو کرده این آثار، این احکام خشونت آمیز، اینو قبول خب کردی؟ بعد اینو به ناصرالدین شاه بگه که آقا من از سال 1290 به بعد که این امر الهی تعلق گرفت به اینکه نه ما از این به بعد یه آدم میشیم و کار یعنی در واقع رویه‌مون رو عوض کنیم، نگه اون موقع رویه من این بوده. دروغ داره میگه. خب حالا کسی فرض که یه کنیم همچین دروغ گفته، الان چه خب نسخش هم میخواید نتیجه بگیری نسخش هم دروغ بوده؟ نه الان دروغ گفته یا نگفته؟ فرض کنیم دروغ گفته، چه نتیجه دروغ میخوایم ازش گفته. بگیریم؟ تا این 90% و اینو ندن بیرون آها. نصفش هم دروغه. باید اول بدن بعد تبلیغ کنن. میخواستم به اینجا برسم که الان آره اینا واسه اینکه آره. مثلا این شک و تردیدها برطرف بشه، من راستش اینجا رو با شما موافقم که این بیت العدل باید اون 90% باقی مانده رو چاپ بکنه و بگه ما باید تمام. تبلیغ بکنه اصلا. ببین اصلا تبلیغ مجاز نیست تبلیغ بکنی. تو که به پادشاه دروغ گفتی، دروغی که اگه میگفتی آقا من از سال 1290 به بعد صادقانه اون موقع حکم خدا این بود، مگه الان حکم پیامبر اسلام اینا گردن نمیگیرن؟ همین آقا مشتبه که اینجا بود الان گفتش که آقا عبدالبها گفت آقا اون جنگای اولیه اسلام درست بوده، ایرادی نداره، هیچ هم گردن خودش آقا مثلا اون موقع درست بوده. همون حرف عبدالبها رو بزنه. یعنی عبدالبها تو صفحه 14 در واقع مفاوضات میاد جنگای پیامبر رو میاره، میگه آقا اون موقع درست بوده، شروع میکنه توجیه کردن. ولی الان نه، الان شرایط جوریه که جور دیگه یادم. یعنی چی؟ ایشون یعنی مثلا حالا من نمیخوام به شما چیز بگم شخصی، شما میخوام بگم یعنی اگه یک کسی تقیه کرد مثلا دیگه حق نداره، مثلا شیعیان دیگه اگه یه جا امامشون تقیه کردن دیگه اینا حق ندارن تبلیغ بکنن. این چه نه حرفیه؟ این نه این تقیه نکرده. چرا این دیگه پس تقیه نکرده، به در واقع ببین دروغ گفته. یعنی این به ابن قبول الزب دیگه. اومده یه حرفی رو زده که ما میگیم آقا امامای ما تقیه میکردن، الان ما تمام منابع روه آقا، ما کل روایاتمون احادیثمون ایناست، چیزی هم اون پشت نداریم. شما اینا رو میبینی بر مبنای این تصمیم میگیری. من میگم آقا تو 90% اون زیره، شاید جلد دوم اقدس اومده اولو نصب کرده، تو توسعه منابع حالا انسانی میخواستم داری باز همینو میکنی. میخوام بپرسم. من آره. واقعا آخه اینو میخواستم بگم، مجتبی این میخواستم استراکی همینو رو تا ریموو تایید کنید آقا مجتبی. در تایید. بله فوش دادن الان من تو حرفم چت تموم ببخشید شد. در آقا. تایید این میخواستم نه نه بشم. نه نه یه چیزی تو چت یه کسی بیادبی کرد ریمووشن کردن دوستان ببخشید بچه‌ها آره نه بله. حالا من آقا اگر حالا شما مایل بودی یه اتاقی بذار. من فکر کردم شما کلا، من چون مبنا رو این گرفتم صفر تا صدم به شما گفتم، شما حالا قبول نکردید که اینو بیاین بحث کنیم. مایل بودی یه نه اتاق عزیزم درست شما کنیم. قبول نکردی، شما حالا کجا نه من شما گفتی این مبنا رو من نمیرم جلو، وگرنه چه مبلغ؟ وگرنه من چرا قبول نکردم؟ من گفتم آقا با مبنای اینی که بهاءالله همین صورت مسئله رو گفتیم
و گفتیم روی این بریم جلو. شما گفتید نه بریم روی اون مطالب مربوط به نمیدونم کلاسرا و من ملاسرا و اون گفتم چیزایی که دونه بعدا دونه اومد. بررسی کنیم. گفتم منم فقط همین دونه منظورم دونه که می‌خواستم برم جلو. شما راجع به شورای منطقه‌ای و اون چیزا اونا مطالب بعد بود. فرستادید. شما گفتید که چیزای دیگه چی داری؟ من حالا یه تیکه‌مو وسط درآوردم دادم به خب شما. دیگه گفتم ولی دونه دونه آره اینا رو بررسی بکنیم. آره من اما آقا اصلا اولشون مجتبی این استکی رو پیاماش توهین کرده به پیامبر مثل رضا پارسا، اینو ریموو کنم. و آقا تهمت نزن، من هیچ توهینی به پیامبر آقا نکردم. مهدیار پارسا در مورد پیامی که دیشب تو کانالشون تهمت به قرآن زدن صحبت کنه. ببینم وای میسه اینجا. آقای مهدیار با ایشون تو اتاق دیگه، الان ما توی فضای دیگه ایم. حالا من بذارید با شما بریم هماهنگ جلو. میکنم آقا ارشاد توی تلگرام اگه شد گفتگو بکن. من حرف نه راجع به آخرم بزنم. همین. نه آره ایشون وگرنه من من با حرف فرعیه. آقای رضا آخرم پارسا بزنم. تو مسائل اسلامی و اعتقادی شدیداً با هم دیگه در تعارضیم، شدیداً با هم دیگه در واقع داستان داریم. اه، در واقع مطالبی که ایشون راجع به اهل بیت میگه، یه ناصبی هم اینجوری نمیگه، یعنی بدتر از ناصبی ها ایشون مطالب رو مطرح میکنه. آخه اونا من بحث ناصبی نیست آقای ارشاد، ایشون دروغ میبنده رسما به قرآن. یعنی عربی رو شما کاملا هر جور دلش بخواد از خودش یه جور دیگه نه اینا ترجمه درو حالا میکنه و یعنی این یه گرگ خونخوارم اینجوری ترجمه نه میکنه. حالا شما حالا گمگوز بذارید خودت ما براتون بحثمون بگم. بره جلو. شما آقای جیداش بحثمون بزرگاتون بره جلو. حالا اونجا توی در واقع ما تعدی بزرگانتون میزنیم خراب بهشون، یه اتاق کردن. رو میذاریم. خریت و حماقت مخاطبین آتئیست خودش حساب بله کرد. دیدم نه آقا راهنمایی شما. مهدیار چیز نکنید، بذارید وقتی فضا دوستان با لطفا آروم ادب خودشون رو بشه. رعایت فرار کنید. میکنن میرن تو سوراخ موش، شما تحقیقچی‌ها رو میفرستید. مدت هاست جمع فراری الان کنید. آخوند ما که یسربی جلسه یا همگی آخوند مناظره گذاشتیم. شدیدتون چند وقت رفتن تو سوراخ موش شما رو فرستادن. میاد هر نه بحثی که ببخشید آقا بخواید لطفا بگید. دوستان توهین نکنه کسی روی روم آره مجبورشون که اما اینجا عزیزان داریم رو صحبتمون رو من در ازتون چند زمینه وقت عذرخواهی رفتم بهاییت همون کردیم و بزنم ریموو دیگه کنیم. مزاحمتون نمیشم. ببین اینو من با شما موافقم که اینو من چند بارم گفتم، دوستان بهایی هم از من رنجیدن که بیت العدل تا تمام آثارش رو منتشر نکنه، اون 90% هر چی که هست باید اصلش هم منتشر کنه ها، نه که آنلاین بذاره بعد فردا بری تو سایت ببینی که یه صفحش نیست یا اون صفحه رو تغییر داده. نه، اصل کتاب‌ها رو باید منتشر بکنه، بگه همش همینه و دیگه نیست و دیگه نخواهد بود. تا این کارو نکنه اصلا یک درجه نمیشه بهش اعتماد کرد تو هر حرفی که میخواد بزنه و تو هر کاری که میخواد بکنه. به هیچ وجه نمیشه بهش اعتماد، چون سالهای سال اینها بودجه و امکانات و وقت و نیروی انسانی داشتن که این کارو بکنن و نه، این خودش خیلی چیز مشکوکی به نظر من. این که تا اینجا من با شما موافقم، تا این کارم نکنه بهش اعتماد نمیکنه. ولی که حالا من میخواستم اون بحث اون مقاله فتنه بابیه رو بیشتر، الان یه چیزای بیشتر دستگیرم شد، ولی بهتون پیام میدم یه بار بیشتر بشین یه روم مجزا راجع بهش صحبت کنیم. دیگه بزنیم آقا مزاحمتون بزنیم، نمیشم در باشه. خدمتتون هستم، خواهش میکنم. ولی میگم ما تو مسائل اسلامی با هم منم یعنی واقعا اگر حالا شما فالوور داشتید یا مثل این یارو موریه، من منتظرم موریه بیاد، یعنی شماها در واقع بهش رسوندید، منتظرم جیگر کنه آقا شما و بقیه عزیزان بهش رسوندید دیگه، بیاد با هم دیگه مناظره کنیم. بهش هم تحدی زدم و ایشون جز فحاشی و اینا دیگه نداره. و میگم شما هم اگه مطالب به گونه‌ای بود که حالا مخاطب داشتی یا یه جوری بود که مؤثر بود، میپرداختم به بحث اسلامیتون. ولی میگم حالا ما توی اون زمینه یه موقع حساس میشه ورود پیدا میکنم، ولی حالا به دلیل اینکه مخاطب نداری من خودم مروجه شبهه‌ای نشم بعد حالا داستان بشه. ولی تو داستان بهاییت من در خدمتتون هستم. حالا برنامه بذارید همینا رو که گفتید. چون من تصورم این بود که شما این موضوع رو کن لم یکون قلمداد کردید و گفتید که آقا اینو ولش کن بریم بعدیا، در حالی که اساس اینه. دستتون در نکنه، خیلی ممنونم از همین، خیلی بحث خوبی بود. اگر اجازه بدین برگردیم به تایتل خودمون، بحثمون رو ادامه بدیم که دیگه یواش یواش جمع بندی بکنیم چون از وقت گذشته دیگه. خب اگه کسی از عزیزان نکته و حرفی داره ادامه بدیم بحثمون رو. مایک بزنه جناب امیر. سلام عرض می‌کنم. صدای من هستش؟ بله صداتون هست. شبتون بخیر باشه. شب شما هم بخیر. خیلی ممنونم از عزیزان که وقتشون در اختیار من گذاشتن. در رابطه با این تایتلی که اینجا هستش، من می‌خواستم یک موضوعی حالا یکم دورتر از این بحث بگم. اونم اینه که بهایان ساواکی رو من می‌خواستم خدمت عزیزان بگم که چه کسانی بودن. من 3 نفر رو که خیلی بولد بودن واسم و پیداشون کردم توی حالا منابعی که داشتم. یک نفر از اونها جناب آقای پرویز ثابتی هستش که این آقا رئیس اداره کل سوم ساواک بوده. حالا این اداره سوم ساواک مربوط به امور زندانها و سرپرستی شکنجهگران و بازجویان رو به عهده داشته. حالا شما فکر کنید یک نفر رئیس این اداره باشه و با شکنجهگرها غمخور باشه و اونها رو بخواد تعلیم و تربیت بده و نظارت بکنه ببخشید بر اونها. امیر جان، شما سندی دارید که پرویز ثابتی بهایی بوده، تسجیلش رو اینا رو دارید؟ بله، خود آقای پرویز ثابتی این رو اذعان کرده و گفته که من در خانواده بهایی به دنیا نه آمدم. خانواده نه، ایشون در خانواده، دختر ایشون همین الان باهاییه، دخترشون باهایی ان، بابا ننه‌ش هم باهایی بوده، ولی خودش گفته من سکولارم و بیدینم و به باهایی هم نیستم. از خودش اگه سند داری اینا رو بچین بیا بالا، منم خلاصه مخلصم هستم. اگه از خودش سند نداری این الان نقد به ایشون نمیتونه باشه. من از خودشون سندی ندارم، اما توی اون متنی که من خوندم خودشون گفته بودن که من بهایی هستم و نه توی نه نه خانواده هیچ جا بهایی نگفتن. بودم. خانواده فرق میکنه. بهایی‌ها میگن که شما اینجا الان، یعنی من الان بشینم حالا شما یه نکته‌ای رو بگید و بهایی‌ها میگن بول میگیرن برای خودشون، نه چه دوست داریم که مطالب صادقانه و منصفانه بیان بشه. بهایی‌ها قائل به اینن که کسی که تسجیل شده به اون میگن بهایی. ایشون ادعاش اینه که من تسجیل نشدم، لذا چون تسجیل نشده بهایی محسوب نمیشه. هویدا هم به همین ترتیب.
ما میگیم اینها در راستای منافع تشکیلات بهایی اقدام کردن، من 100 تا سند میارم میدم، ولی نمیگم بهایی. من میگم که آقا جناب آقای پرویز ثابتی رکن 3 در واقع ساختار اطلاعات امنیت بوده، بزرگترین نهاد اطلاعاتی دنیا که دار و تبلیغ و ایادیان امن بوده جلو چشاش بوده، کلاشو کرده اونور. بزرگترین شبکه اطلاعاتی در دنیا مرکزش توی ایران بوده. یعنی من بالاتر از اینی که ایشون بهاییه رو من ایشونو میزنم، یعنی مزدور بهایی‌ها بوده، مزدور ساختار MI6 تشکیلات بهایی بوده ایشون که دیده چششو کرده اینور. اونجوری میتونیم بهشون بپردازیم. ولی اینه که بگیم این بهاییه و ببینید بهایی‌ها اینجوریان، ایشون ما سندی نداریم برای اینکه ایشون بهایی. لذا از این زاویه نقد بر ایشون وارد نیست. ببخشید تو رو خدا، من دوست دارم که بحثا قوی مطرح بشه که بهایی‌ها گزک پیدا نکنن. بله شما درست میفهمید. من عذر میخوام از همه عزیزان، عذرخواهی میکنم. شبتون بخیر. جناب امیر بفرمایید، شما مایک زدید. خب سلام، شب بخیر عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز، اساتید بزرگوار و حاضرین در روم امشب. خب موضوع بحث امشب خشونت‌های موجود در بهاییت هستش که حالا همونطور که ابتدای بحث مشتاق فرمودن باید ابتدا به بابیگری بپردازیم و خشونت‌های موجود در این فرقه و بعد از اون خب بهاییت. یکی از خشونت‌هایی که از اون ابتدا توسط بابی‌ها انجام می‌شد خشونت بر علیه علمای مسلمان بود. یکی از این افراد که خب قربانی خشونت بابی‌ها شد شهید ثالث بود که خب ایشون از پیشگامان مبارزه با بابیگری بودش و در قزوین به دلیل وجود ایشون خب بابیگری رشد چندانی نداشت و نکته جالب اینه که عمو و پدر شوهر طاهره قرةالعین بوده ایشون شهید ثالث. حالا اگر صحبتام جاش اشتباه هست از اساتید ممنون میشم که اصلاح کنن. عموی قرةالعین بوده جناب شهید ثالث و در یک مناظره شرکت می‌کنه ایشون با شیخ احمد احصایی و در اونجا اصلا حکم تکفیر این عالم مکتب شیخیه رو صادر میکنه و خیلی سر صدا میکنه در زمان خودش ایشون. و خب به دلیل اینکه تو قزوین به شدت جلوگیری کرده بوده از رشد و نفوذ بیشتر بابیگری، ایشون ترور میشه. نحوه کشته شدنش هم اینطوری بوده که ایشون نماز شب رو میره مسجد بخونه، در حال عبادت چند نفر به سرش میزنن با نیزه و 8 نقطه از گردنش رو مجروح میکنن. بر اساس بعد از مدتی بر اثر شدت جراحات وارده از دنیا میره. خب بعد از این اتفاق قرةالعین و عده‌ای از بابی‌ها دستگیر میشن به این اتهام که مرحوم شهید ثالث محمد تقی پروانی رو ترور کردن و حالا بعد از مدتی قرةالعین مثلا فراری داده میشه از زندان و اتفاقاتی میفته. حالا در مورد اینکه مدارکی که وجود داره مبنی بر اینکه قرةالعین به دستور قرةالعین عموی خودش رو ترور میکنه و دستور به ترور میده، خب مورخین بهایی سعی میکنن که نقشی که در شهادت شهید ثالث دارن رو انکار کنن، ولی خب بعضا یه جاهایی سوتی دادن، اعترافاتی انجام دادن و میشه از اونها اشاره کرد به اینکه 2 هفته قبل از شهادت این عالم بزرگوار قرةالعین دستور میده که همه بابی‌ها به جز قاتلین شهید ثالث از قزوین خارج بشن. دقیقاً 2 هفته پیش از اجرای ترور یا آقای به نام محمد مصطفی بغدادی که بهایی هستش در یک خاطره از خودش نقل میکنه که قرةالعین مرا امر کرد که به آنان بگویم جمیعا از قزوین خارج شوند، چه که لابد از وقوع زلزله عظیمه است که قزوین از آن به حرکت آید و خون شما کلا ریخته گردد. پس من برگشتم و آن امر سوم را عرضه داشتم و ایشان به من گفتند نزد آن جناب یعنی قرةالعین برو و بگو که شیخ صالح کریمی و ملا ابراهیم محلاتی چگونه است که با ما خارج نمیشوند. این ابراهیم محلاتی و شیخ صالح کریمی قرار نبود خارج شن. همین که به محضرش یعنی به محضر قرةالعین رفتم و عرضه داشتم، به من فرمود نزدشان برگرد و بگو که شیخ صالح و ملا ابراهیم محلاتی وقتشان به انتها رسید و زمانشان به سر آمد و شهادت در راه حق سبب حیاتشان است، ولکن وقت شهادت شما نرسیده و اگر خود را به شهادت بیاندازید آن موت و هلاکت حساب می‌شود. خب قرةالعین یکی از اسامی که وجود داره مبنی بر نقشش در شهادت شهید ثالث عموی خودش که خب صرفا مبارزه علمی می‌کرد با مکتب شیخیه و آیین بهایی، آیین بابی، همین قضیه است که 2 هفته قبل خب ایشون شخصیت بزرگی بود، قزوین رئیس خانقاه بهایی بوده، بابی‌ها بوده. واسه می‌کنم 2 هفته قبل از این اتفاق به جز قاتلین دستور همه بابی‌ها از قزوین خارج بشن و باقی موندن قاتلینش رو قبل از اینکه این اتفاق بیفته به اون فرد میگه اینا شهیده، یعنی هنوز زنده بودن ولی میگه شهادت نصیب اینا شده، چون میدونسته که خب موندن اینها در قزوین مساوی با کشته شدن این 2 نفر هستش، چون که خب دستگیر میشن در حین انجام عمل و بعداً خب طبیعتاً اعدام میشن. یک بار این اتفاق هست. خب به هر حال آیینی که بارها سعی دارن که قرةالعین رو به عنوان یک زن فاضله، فهیمه و بسیار مثلا انسان و جلوه بدن، خب می‌بینیم که عمو و پدر شوهر خودش رو صرفا به دلیل اینکه مبارزه می‌کرد با گسترش مذهب بابی به طرز فجیعی به قتل می‌رسونه طاهره قرةالعین. حالا در مورد شخصیت قرةالعین که مثلا من خودم شخصا دوستان رو ارجاع میدم به
صحبت جناب آقای تفریشی در برنامه پرگار BBC فارسی که خب یه جورایی ایشون کاملا باز کرد برای ما که شخصیت قرةالعین نه اون چیزیه که بهائیان میگن، بلکه میشه گفت بیشتر شبیه یک، حالا نمیخوام خدا نکرده توهین بکنم ولی خب مثال بخوام بزنم، شبیه این زنای داعشی هستش که مثلا سعی میکنن که، یعنی هیچ عاطفه و احساس زنانه توشون وجود نداره و از این قبیل اتفاقات و این خشونت‌ها و خشونت صرفاً قتل و کشتار نیست، گاهی خشونت صداشون قطع شده، برای من قطعه. من هم صدایشون رو ندارم، به نظرم اینترنتشون مشکلی پیدا کرده. جناب امیر صداتون اصلا نداریم، صداتون یوزفول ایدیت رو ببره. الان صدا هست؟ ببخشید الان صدا من میاد؟ بله الان صداتون تا میاد. کجا اومد جسارتاً؟ یعنی خیلی وقت قطع والا شده. مثلا 20 ثانیه میشه صداتون قطع شده باشه. بله من شاید رو هم بیشتر. جنبندی کنم صحبتام، وقتم گذشته. خواستم صرفا به یه نمونه از خشونت‌های این افراد با بابی‌ها که حالا به سرکردگی قرةالعین اشاره بکنم، با عالمان مسلمان که خب مبارزه علمی می‌کردن. حتی مثلا در مورد شهید ثالث گفته شده که ایشون چون بعد از اینکه ترور شدن در بستر بیماری بودن و بعد از 2 روز از دنیا میره، میگن حتی ایشون دستور به بخشش قاتل خودش داده، یعنی نمیتونن به هیچ عنوان ایشون رو متهم به خشونت بکنن. خشونتی که اصلا برای بابی‌ها به وجود اومده یه جوری بعد از شهادت شهید ثالث بوده. انسان اینقدر بزرگوار بود این فرد که اصلا دستور به بخشش قاتلش میده، اما استارت خشونت خودشون میزنن جایی که خب صرفا ایشون مبارزه علمی می‌کرده با شیخیه و با بابیگری به عنوان یک مورد، و اینکه خب حالا دوستان خشونت‌های عبدالبها و الله رو گفتن، خشونت طاهر قرةالعین هم یک نمونهش اینجا بود که پدر شوهر و عموی خودش رو به طرز فجیع دستور قتل میده و به شهادت میرسونه. و حالا در ادامه هم حالا دوستان اشاره کردن بازم میکنن که خشونت‌های کلامی، جلوگیری از صحبت کردن، زدن روما و غیره رو مورد مشاهده می‌کنیم همین الان. حالا بحثایی که گاهن صورت میگیره میان هر کسی، هر گروهی، میگم صرفا مسلمان، آتئیست، حتی با بهائی‌ها، شاهد خشونت کلامی و جلوگیری از صحبت کردن، وسط حرف پریدن و از این دست اتفاقات هستیم. حالا در ادامه دوستانم میگن ما استفاده می‌کنیم. من فعلا از حضورتون مرخص میشم. شب دوستان بخیر. خیلی ممنونم. ببخشید آقا مشتاق میتونم قبل از اینکه شما بفهمید البته من یه نکته می‌خواستم من بگم. من یه چیزی بگم خدمت همه عزیزان. آقای مهدی رو بنده ریموو کردم با اینکه شاید از نزدیکترین دوستان بنده در کلاب هاوس هستن و شاید دوستان عزیزانی که باشن ایشون فرار نکردن، ولی فرقی نداره. نه با اینکه خیلی ناراحتم، میدونم ایشون از حساب نسبت بسیار ناراحت شده و مونږ خود کمک بکنه که خلاصه بتونم با ایشون دوباره عذرخواهی بکنم، ولی مبنای روم چون بدون برقراری نظم امکانش نداره مجبور شدم این کارو بکنم، لذا از ایشون و بقیه دوستانم عذرخواهم. ببخشید من فقط خواستم اینو عرض بکنم که ایشون فرار نکردن، به خاطر بی‌نظمی که ایجاد شد مجبور شدم اینو بکنم. اصلا عذرخواهم. من خیلی ممنونم ازتون، دست همگی در نکنه. حالا دیگه یواش یواش روم رو جمع بندی بکنیم. من فقط قبلش نکته بگم، جناب آقای مشتاق که توی آدینس هستن یه جا توی چت گفته بودن که حالا ریجکت شدن ایشون. من میخوام ازشون خواهش بکنم که هماهنگ بکنیم با هم دیگه یه فرصت دیگه، چون در طول هفته با هم دیگه روم برگزار بکنیم، شما مبحثتون رو بیاید بیان بکنید. ما عرض کردیم به شما که موردی که شما می‌خواستید بگید ربطی به تایتل نداره. حالا این ریجکت شدن و نمیدونم این حرفا خیلی متین و درست نیست. این از این. اساتید اگر اجازه میدید و اگر به نظرتون نکته دیگه باقی نمونده یواش یواش جمع بکنید، تایم هم زیادی گذشته. دو نفر از دوستان روی استیج هستن. آقا رضا اومدن روی استیج فرمایش دارن. آقای شاید رفرش من کنید اگر صفحه رو نکته ببینید دارم دوستان حتما هستن مایک روی بزنم، استیج. در خدمتتون هستم. من بفرمایید هست. جناب. بله صداتون هست. سپاسگزارم. عرض ادب، خسته نباشید خدمت استاد ارشاد آقا مجتبی، آقا مهدی و سایر دوستان. من مصدق اوقات نمیشم. خانم آزادی خواهر بزرگوارم که اخیراً به سمت بهایت تشرف پیدا کردن، ما کلی درباره توبه‌نامه با ایشون صحبت کردیم و اتاق گذاشتیم و قرار شد آقای مانی امیرزاده برن بی‌اعتباری کشف القتا رو برای ایشون بیارن. بعد الان میپرسم چی شد، میگن کدوم توبه‌نامه؟ اگه توبه‌نامه غلط بود پس چرا اعدام شد؟ گفتم تشریف بیارم بالا یه گپی بزنیم ببینیم که قرار بود تحریح حقیقت بکنن. توبه‌نامه‌ای که جناب عبدالبها تعریف و تمجید کرده چی شد؟ آقای مانی قرار بود برای ایشون سند بیاره، به کجا رسوندن؟ گفتم محیط خوبیه که بهایان عزیز دارن تو چت هرچی بخوان دارن میگن. این خواهر بزرگوارم بیاد بالا به ما آموزش بدن ببینم ما داریم اشتباه میکنیم. قرار بود که ایشون سند بیاره و در هر صورت هم عرض ادبی خدمت شما بکنم، هم از این خواهر بزرگوارم بخوام که در این باره صحبت کنه و از تمسخر کردن همکیشان سابقش که لذت میبره کمی واقعا آدم باید خجالت بکشه. سپاسگزارم از لطفتون. باز من منتظر هستم. در حالا نکاتی که شما میفهمید خیلی ربطی به تایتل امشب نداره، ولی ما خوشحال میشیم. بارها اینجا با خانم آزادی صحبت کردیم و مکالمه داشتیم با هم دیگه.
حالا آقا اگه مهدی، اجازه بدید من ایشون میگم ایشون خواهر بزرگوار منه، من هیچ وقت بی احترامی بله نمیکنم. متوجه ببین، منظورتون شدم، بله از متوجه شدم. اشخاصی که به خاطر یک دینی که نمیتونن ازش دفاع کنن میان خانواده بله و بله نسل ببینید، ایرانی خودشون بله رو متوجه تکفیر شدم دیگه. میکنن، حالم بد میشه. روی این حساب بله من نه عرض کنم که ببینید اینجوری نگید، حالا متوجه شدیم اینجا بارها گفتگو هم کردیم دیگه، تایم روم هم تمام شده دیگه، از وقتش هم زیادی گذشته. اجازه بدید بقیه مباحث بشه برای هفته‌های بعد. ما خب مدت زیادی دیگه مرتب هفته روم برگزار می‌کنیم، فرصت زیاده. خیلی ممنونم از اینکه آمدید و صحبت کردیم با هم دیگه. حالا اگه خانم آزادی امکان صحبت داشتن خوشحال میشیم بیام بالا، ولی اگر نه که دیگه یواش یواش جمع‌بندی بکنیم جناب آقا مجتبی. من متشکرم. فقط یک کلام بگم، روح امیرکبیر شاد و یادش گرامی که این ایران رو برای ما گذاشت. سپاسگزارم. شب و روزتون بخیر. بنده فکر کنم جناب مهدی الان از نظرت متشکرم. فکر می‌کنم که این تایتلمون خیلی مباحثش مونده و هفته آینده هم بتونیم با همین تایتل در خدمت دوستان باشیم. هنوز به خیلی مباحث اساسی تر نپرداختیم و نرسیدیم. این کمی هم به هم ریختم به خاطر این تشنجی که تو روم بود و بعضی از دوستان خلاصه کمی نامهربانی کردن و مجبور شدم که عزیزان خودم رو ریموو بکنم. متشکرم ازتون. آقای جنبندی بفرمایید بعدم که از حضورتون مرخص میشم. خواهش میکنم. ببینید جنبندی اینه که اول از همه من تشکر میکنم از همه عزیزان، الحمدلله شکر که عزیزان درگیر مطالب علمی شدن و اگر هم ما اینجا نقدی داریم میکنیم عزیزان یه موقع ناراحت نشن. ببینید من الان آقای پارسا تو بحث‌های اسلامی با ایشون شاخ به شاخ، تو بحث‌های بهاییت هم خب ایشون یه نظراتی رو داره. من تلقیم اینه که حالا ایشون در انتهای دلش مبناش بر اینه که مطالب بهاییت رو به گونه‌ای طرح بکنه که حالا سوگیرانه به اون طرف، ولی یه موردی رو ایشون گفت من دیدم درسته و مطلبی که من مطرح کردم همین الان من مطلبو مطرح کردم، روشم مانور دادم. گفتم آقای علی مراد داوودی اگه بچه‌شو میزنه بقیه هم باید فلان. تو قسمت واجب الاطاعه 4 تا سند دیگه آوردم که آقای علی مراد داوودی مصداق این علما یعنی مبلغین و فلان و اینا هست، اونش که ایراد نداره، ولی ملهم به الهامات غیبی بودنش آره اونو بنده اشتباه کردم. حالا آقای پارسا باشه یا هر کی باشه باید بپذیریم شما دنبال تأثیری، ما دنبال بازی نیستیم که، ولو یه کسی که در برابر ماست، ولو یه کسی که قصه داریم باهاش. خود بهایی من خیلی از حرفام از بهایی یاد گرفتم، یعنی یه حرفی رو 10 سال پیش 15 سال پیش میرفتم تو اتاق بهایی مطرح می‌کردم، 0 تا 100 اینا نقد می‌کردن، 4 تاش میمون دیگه میفهمیدم این 4 تا مشکلی نداره، بعد اینا رو علنی می‌کردم. لذا عزیزان اینجا بنامون ان شاءالله پخته شدن عزیزانه. قبل اینی که آقای مانی امینزاده بیان حال شما رو بگیرن، اینجا ما به طریقه آرام نه خدمت شما رسد نکته‌ای به ذهن این حقیر میرسه تقدیم میکنم که اینجا مطلب رو درست تقریر بکنیم که یه موقعی جلوی دشمنان اهل بیت و دشمنان خلاصی کسایی که دشمنان قسم خوردن قصه ایجاد نشه، اینجا خودمون رو اصلاح کنیم. تازه من حالا باهایی نشدم، یعنی من گذاشتم عزیزان بیان یه چند جلسه که بگذره من حالا بنا بر این دارم که بهایی بشم و عزیزان بیان با یه بهایی مون، ولی الان وقتش نیست. آقای مجتبی خلاصه بگید بچه‌ها خودشون آماده. من گفتم اگر الان من بیای کارا رو بکنم بنده خدا میرن دیگه نمیان، نه قشنگ دارن میان عزیزان چلو، خیلی عالی و امیدوارم که ان شاءالله درگیر مباحث بشن، مسلط بشن و حالا جایی ما نه بنده نقدی هم میکنم، دوست دارم که بحث‌ها دقیق مطرح بشه که در برابر این عزیزان قرار گرفتیم. هدف ما هدایت مطالب رو درست بگیم. آقا ببخشید خیلی ممنون. نتیجه این شد که بهاییان واقعا در واقع مصادیق خشونت اینا رو مطرح کردن عزیزان، واقعی ترور در واقع در محضر بهاءالله رو یکی از عزیزان مطرح کرد، سیلی زدن یکی از عزیزان دیگه خدا خیرش بده خیلی قشنگ اسناد مربوط به خشونت‌های بهاءالله رو مطرح کرد و لوح عمل رو مطرح کردن. خیلی مطالب خیلی سنگین و ارزنده‌ای مطرح شد که من واقعا دست تک تک بچه‌ها رو میبوسم و امیدوارم همینطور بیان داخل در واقع صحنه و ان شاءالله هر کدومشون یه نوری باشن بدرخشن و یه عده ان شاءالله در پرتو این نور هدایت بشن. خیلی ممنون. دستتون در نکنه. خیلی ممنونم از همه، از اساتید، از آدینس بزرگوار. حالا ان شاءالله هفته بعد هم ادامه روممون رو خواهیم داشت و اینکه باز هم تشکر میکنم از همه دوستان. یه چند ثانیه هستم اگه کسی نکته‌ای داشت مایکشو باز بکنه و الان دیگه روم رو میبندم و همتون رو هم متقابلا به خدای بزرگ میسپارم.